بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزارم که بعد از یکی دو هفته تأخیر و سپری نمودن ایام حج و عید سعید قربان باز هم با برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها در خدمت شما عزیزان هستیم. من قبل از همه چیز این عیدی که گذشت رو خدمت تک تک برادران و خواهران گرامی تاجیک و بقیه بینندگان عزیز شبکه جهانی وصال حق تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات تک تک شما عزیزان رو قبول درگاهش کنه. در برنامه امروز علاوه بر موضوعات مختلفی که در مورد تاجیکستان صحبت خواهیم کرد، موضوع مهمی رو انتخاب کردیم. قضیه حجاب، یکی از مشکلاتی که زنان مسلمان در تاجیکستان و در بعضی دیگر از کشورهای اسلامی گرفتارش هستند. بعضی از این مشکلات برمیگرده به عدم فهم مفهوم حقیقی حجاب و فلسفه حجاب و اینکه چرا الله سبحانه و تعالی حجاب رو بر زنان مسلمان فرض کرده. برخی دیگری از این مشکلات برمیگرده به حکومت‌ها و فشارهایی که بر زنان مسلمان میارند که حجاب نداشته باشند یا حجاب اسلامی نپوشند، یا یک نوع دشمنی که متاسفانه با حجاب وجود داره. در بخش اول یک سری اخبارهایی داریم از تاجیکستان که مانند هفته‌های گذشته خدمت شما عزیزان بیان می‌کنیم و همون درخواست همیشگی ما از عزیزان بیننده که به ما کمک بکنن در رساندن اخبار و مشکلاتی که دارن در تاجیکستان و ما بدون ذکر اسم و بدون ذکر مصدر این تصاویر و اخباری رو که شما عزیزان میفرستید در این برنامه میخونیم تا صدای این مشکلات شما به گوش مسئولین در تاجیکستان و به گوش بقیه ملت تاجیکستان و به گوش برادران و خواهران مسلمانتان در دیگر کشورهای اسلامی برسه. اولین تصویری رو که در اینجا داریم، احمد جان اگر این رو شما نشون بدید. این تصویر یک شخصی است که در منطقه ناحیه یزگلام از ده ژمک در ولایت بدخشان در تاجیکستان، ایشون برادرایی که دعوتگر هستند در این منطقه رو با کمک برادرش دستگیر میکنه و به پلیس تحویل میده و بیشتر کسایی رو که دستگیر کرده و به پلیس تحویل داده کسانی هستند که تنها جرمشون این است که در زاهدان یا در پاکستان دروس دینی خوندن. همین انسان سبب شد که برادری که حافظ کل قرآن بود و نامش مهدی به 25 سال زندان محکوم بشه و بسیاری از برادران را دستگیر میکنه و به بهانه اینکه از طرف حکومت اجازه نامه نگرفتن و دعوت میکنن، آنها را به پلیس تحویل میده و براشون مشکلات ایجاد میکنه. این شخص میگن که الان در مسکو است. از آنجا هم خبر فرستادن که به تاجیکستان میگد که جوانان ما همیشه در روسیه همیشه ریش گذاشتن و در مساجد جمع میشوند و نیت جنگ کردن با حکومت را دارن و خلاصه تهمت های زیاد میزند و وقتی که این جوانها به خانه برمیگردن پلیس به سراغشون میاد و اونها رو اذیت میکنه و بسیار از این پلیس هم که هستن دلشون به حکومت نمیسوزه، اونا در فکر پر کردن جیب خودشون هستن. در همین قضیه حاجی حلیم که متاسفانه حکومت تاجیکستان خواب این چیزها رو باید درک بکنن، خیلی از کسانی که با حاجی حلیم به اصطلاح رفت آمدی داشتن یا آشنایی سابق داشتن یا شاید هم 20 سال قبل هم دیگر رو میشناختن، اینا رو میبرن به جرم همکاری با حاجی حلیم و در مقابل 2000 3000 4000 تا 5000 دلار اینها رو آزاد میکنن، رشوه میگیرن از اینا. وقتی که
در یک حکومت نیروهای امنیتی تا این اندازه در فساد و در رشوه غرق باشن و به خاطر پول حتی امنیت کشورشون رو بفروشن، وای بال این حکومت که از وضعیت نیروهای امنیتی خودش تا این اندازه غافل باشه. و اینا همه برمیگرده به ظلم و ستم هایی که میشه. بعضیا کارمند دولت هستن، مأمور دولت هستن، اون حقوقی که بهشون داده میشه شاید که قیمت نان خشک خونش هم نتونه به اصطلاح تامین بکنه با این حقوق. خب این طرف مجبور میشه که برای تامین مایحتاج خانواده خودش دست به دزدی بزنه، دست به راهگیری بزنه، دست به رشوه خوری بزنه، مردم را اذیت بکنه و چون که قدرت داره، چون که سلطه داره، چون که اسلحه داره، سبب میشه که از این راه‌ها استفاده بکنن. و در ادامه دوستان نوشتن که این انسان منافقی هست و بعضی از برادران رو میگیره و ازشون پول طلب میکنه و میگه که اگر پول ندید ما خلاص شما رو میبریم و به پلیس تحویل میدیم. یکی از رفیقای این شخص به نام میر علی نام دارد که با او در این جنایت ها همکاری میکنه و اونو کمک میکنه. تشکر میکنم احمد جان عزیز. موضوع بعدی که دوستانمون از تاجیکستان فرستادن، این عکس رو احمد آقا اگر نشون بدید، این یکی از پلیسایی است که در ولایت ختلان در ناحیه قمسنگیر در راه مسجد نشسته و هر جوانی رو که به سوی مسجد می رود او را دستگیر می کند و جریمه مالی میکنه. حالا ما قبلا که در مورد این مسائل صحبت کردیم، کمیته دین تاجیکستان و حکومت تاجیکستان بارها گفتن که این کارهای خودسرانه است. یعنی این افراد پلیس از طرف حکومت مأمور نشدن برای این کار. اگر واقعا در این حرفشون صادق هستن، ما تصویر این پلیس رو نشون دادیم. احمد آقا اگر زوم بکنید رو چهرهش که چهرهش نمایان بشه، اگر که واقعا این شخص آدم مأمور نیست از طرف دولت برای این کاری که انجام میده و خودسرانه داره این کارو میکنه، باید این شخص دستگیری بشه، خود این مأمور پلیس، و مجازات بشه که چرا مردم را اذیت میکنه و مانع ورود جوانها به مساجد میشه. این دو مطلبی بود که عزیزان برای ما فرستادن و مطالب دیگری است که انشاءالله در برنامه‌های بعدی خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیان می‌کنیم. یکی از موضوعات مهم، همونطوری که خدمتتون عرض کردم، قضیه حجاب هست که حجاب از طرف الله سبحانه و تعالی بر هر مرد و زن مسلمان. بعضیا فکر می‌کنن که حجاب فقط برای زنها است، اما حجاب به معنی چشم پوشی، به معنی عفت، به معنی پاکدامنی، به معنی پوشیدن لباس مناسب، هم برای مؤمنین و هم برای مؤمنات الله سبحانه و تعالی این را فرض کرده. در جوامع مختلف، حتی قبل از اسلام، در ادیان آسمانی حجاب بوده و همیشه از مکارم اخلاق و از فضائل اخلاق محسوب می شده در جامعه ها. وقتی که یهود و دشمنان بشر، تنها نمیگیم دشمنان اسلام، دشمنان بشریت، برای نابودی اون اخلاق و اون ویژگی های انسانی که باید یک انسان داشته باشه وارد معرکه شدن، از طریق زنها شروع کردن، از طریق بانوان شروع کردن. فحشا، فساد، برهنگی، عریانی، بی‌حجابی، بی‌عفتی، بی‌حیایی رو ترویج دادن. چه از طریق تئاترها، برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی، مجلات، جراید، روزنامه‌ها، کتاب‌ها و وسایل دیگر اجتماعی که همیشه در راستای نشر فحشا
و بی‌عفتی و بی‌غیرتی و بی‌بندوباری در جامعه ازش استفاده کردن. در کشورهای اسلامی هم ما مشکلات فراوانی باش مواجه بودیم و هستیم در مورد حجاب. همانطوری که در شروع برنامه گفتم، بعضی اصلا مفهوم و معنای حجاب رو درک نکردن که حجاب یعنی چی. بعضی هم از حجاب یک برداشت اشتباه دارن و بعضی دیگه هم فکر میکنن که حجاب یک جبری هست، یک زوری هست، یک امری هست از طرف پدر، برادر و بعد از ازدواج هم از طرف شوهر. باید این رو همینطوری پذیرفت به زور و هر موقعی هم که فرصت دست داد میتونن خیلی راحت این حجاب رو به دور بندازن و در پنهان هر کاری دلشون خواست انجام بدن. ما انشالله در این برنامه سعی خواهیم کرد معنا و مفهوم حجاب رو از دین مبین اسلام و اینکه الله سبحانه و تعالی برای چه حجاب رو برای ما فرض کرده خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیان بکنیم. در نخست قبل از همه چیز میریم به سراغ قرآن کریم. یکی از آیاتی که خیلی مهم هست در رابطه با حجاب آیه 30 و 31 سوره نور است که الله سبحانه و تعالی در این آیات مبارک در مورد حجاب صحبت میکنه. احمد جان اگر این تصویر رو نشون بدید، این سوره نور آیه 30. در آیه 30 الله سبحانه و تعالی میگه که قل، بگو ای پیامبر، بگو ای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. به کی بگو؟ قل للمؤمنین، بگو به مردان مؤمن. به مردان مؤمن بگو که یغضوا من ابصارهم، چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرن. اولین امر قبل از اینکه به زنها باشه، الله سبحانه و تعالی مردهای مؤمن رو خطاب قرار میده که ای محمد مصطفی، به مردان مؤمن بگو که چشمهای خود را از نگاه به نامحرم بپوشانند و یحفظوا فروجهم، و شرمگاهشان را حفظ کنند، یعنی از فعل حرام، از زنا، از لواط، از کارهایی که خلاف عفت انسانی و اسلامی است خودشون رو حفظ کنند. ذلک ازکی لهم، این برای آنها پاکیزه تر است یا برای پاکیزگی آنهاست. انسانی که از نگاه نامحرم چشمشو ببنده، انسانی که خودش رو از فعل حرام حفظ بکنه، طبعا این انسان چی است؟ انسان پاکیزه است. ان الله خبیر بما یصنعون، بیگمان الله سبحانه و تعالی به هر عملی که اینها انجام میدهند آگاه است و از اعمال اینها اطلاع داره. آیه بعدی آیه 31 سوره نور هست. این آیه نسبتاً آیه طولانی است که میاد مفصل در مورد حجاب زنهای مسلمان صحبت میکنه. ببینید ترتیب این آیات وقتی که اول خطاب به مردهای مؤمن میشه، بعد خطاب به زنهای مؤمن میشه، در قدم اول اسلام میخواد که مردها رو اصلاح بکنه. متاسفانه در جوامع ما مرد هر کاری که دلش بخواد انجام میده. عیاشی میکنه، خوشگذرانی میکنه، چشم چرانی میکنه، زنا میکنه و هر کاری که خلاصه دلش خواست انجام میده. اما وقتی که نوبت به محارمش رسید، نوبت به زنها رسید، دیگه میشه یک فرشته کاملا که از آسمان اومده. این انسان باید قبل از اینکه دیگران رو و خانواده خودش رو و همسر و دختران خودش رو، محارم خودش رو امر بکنه به این فضائل اخلاق یا به حجاب یا به عفت و پاکدامنی، باید خودش رو اصلاح بکنه. خیلی از خانه ها هست، خیلی از جوامع هست، من
مثال هایی دارم که خودم اطلاع دارم از اون. طرف کلاً به اهل دین بی‌اعتماد شده. چرا؟ عمو، دایی، قوم و خویشش عالم دین هست، آدم متقی است، به ظاهر پرهیزگار است، اما در داخل خانه اون رفتاری رو که باید یک مسلمان واقعی با اهل بیتش داشته باشه، با همسرش، با دخترانش، با بقیه خانواده داشته باشه نداره. فرزندانی که در دور و بر اینها هستن، کسانی که از خفایای داخل خانه اینها اطلاع دارن، نسبت به این شخص بی‌اعتمادن. فکر میکنن که همه علمای دین اینطوری هستن، همه دعوتگران اینطوری هستن، همه کسانی که به اصطلاح التزام دینی دارن اینطوری هستن. چون این شخص الگو بوده در جامعه، این شخص سرمشق و نمونه بوده برای مردم. وقتی این شخص اینطوری عمل میکنه، مردم نسبت به اهل دین بی‌اعتماد میشن. به خاطر همین قبل از اینکه اسلام، قبل از اینکه قرآن، قبل از اینکه الله سبحانه و تعالی بیاد زنها رو بگه که حجاب داشته باشید، زنها رو بگه که عفت و پاکدامنی داشته باشید، اول میخواد اصل جامعه رو که مردها هستن اصلاح بکنه. به خاطر همین در آیه اول میگه قل للمؤمنین، بگو به مردان مؤمن. اگر مردان مؤمن در کوچه و بازار چشمشون از نامحرم، از چشم چرانی، از نگاه به زنهای بی‌حجاب یا بدحجاب فرو ببندن و خودشون حفظ بکنن، طبعا مشتریای اینا که زنها باشن، چون کسی به اونها اهتمام نمیکنه، کسی به اونها توجه نمیکنه، خود به خود اصلاح میشن. یک فروشنده وقتی یک جنسی رو میاره به بازار، سعی میکنه که با تمیز کردنش، با چیدنش به شکل خوب این رو خوب جلوه بده، زیبا جلوه بده به مشتری. اما وقتی مشتری به این بضاعتی که به اصطلاح در بازار باشه توجه نکنه، خب فروشنده سعی میکنه که اینو عوض بکنه، سعی میکنه یعنی جنس دیگری به بازار بیاره. پس وقتی که در یک جامعه میگیم فساد وجود داره، یکی از اسباب فساد وجود مردان فاسد است، قبل از اینکه ما به سراغ زنان فاسد بریم. در شهرهایی مثلا مثل تهران ما میگیم 70-80 هزار دختر خیابانی است. خب این دختر خیابانی چطور به وجود آمد؟ مردانی بودن به نام دین، به نام اسلام، به نام تشیع، با اینها صیغه کردن، اینها رو به فساد کشاندن، الان در بازار ولشون کردن. اینها نه روی برگشت به خونه دارن، نه امید به زندگی آینده دارن. اینها مثل یک میوه فاسدی هستن که در جامعه افتادن، بوی گندشون همه رو آزار میده، راه حلی هم براشون نیست الا اینکه مجلس شورای اسلامی بیاد خانه‌های عفاف درست بکنه که اینها رو جمع بکنه. یعنی چی؟ خانه‌های عفاف یعنی چی؟ یعنی فاحشه خانه‌های رسمی. یک آخوند به اصطلاح دلال اونجا نشسته باشه و هر کسی میخواد برای 1 دقیقه، 2 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت، 1 روز، 2 روز بره با این زنها هم بستر بشه. به نام چی؟ به نام دین، به نام صیغه. پس بعد خیلی جالبه، همین مردایی که مثلا همین سبب شدن که همین دخترها در کوچه و بازار تن فروشی بکنن، عفت و پاکدامنی اینها رو دریدن و از اینها گرفتن، همین مردها با اینها ازدواج نمی کنن. موقعی که بخوان ازدواج بکنن میرن دنبال یک دختر باکره، عفیفه، محجبه که نمیدونم کسی اونو ندیده باشه، دست نامحرم بهش نخورده باشه. خب تو که دیروز یک زن رو، یک دختر رو در جامعه به فساد کشاندی، زندگیشو نابود کردی و هرچه مصیبت و بدبختی که به جامعه میرسه سببش تو هستی که این دختر بیگناه رو، اکثر اینا واقعا فریب میخورن، به نام دین، به نام فریب آخوند رو میخورن، فریب عمامه و عبا و قباش رو میخورن. پس به همین دلیل قبل از اینکه اسلام بخواد زنها رو اصلاح بکنه، میاد مردهای مؤمن رو خطاب قرار میده که شما ای مردان مؤمن چشماتون رو از نگاه نامحرم بپوشانید.
و خودتون رو پاکیزه نگه دارید، شرمگاهتون رو حفظ بکنید، مرتکب اعمالی که منافی عفت هست نشوید. بعد میاد به سراغ زنهای مؤمن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگو به بانوان مسلمان و مؤمن که چشمهای خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند. حیا شروعش از همین جاست. میگه که نظرتون و بسمتون و سلام فکلام فموعد فلقا. یک نگاه، یک سلام، دو کلمه حرف، بعد از اون وقت ملاقات، بعد ملاقات و بعد از اونم دربدری و بدبختی. شروع بدبختی یک زن مسلمان و یا یک مرد مسلمان از نگاه شروع میشه. به خاطر همین یعنی در فتنه رو اسلام میخواد ببنده. اونجا گفت که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو به مردان مؤمن چشماتون رو فرو ببندین. اینجا چی میگه؟ و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و به زنهای مؤمنم بگو که از نگاه به نامحرم چشمان خودشون رو فرو ببندن. به مجرد اینکه یک مرد نامحرمی با شما روبرو شد، سرتون رو بندازید پایین. این شروع امتحان بزرگی است که اگر در این امتحان موفق شدید، عفت و پاکدامنی شما حفظ میشه. اگر در این امتحان ناکام شدید، بعد از این لا سمح الله، خدای نکرده، روزی میرسه که عفت و پاکدامنی و همه چیزی که دارید به تاراج میره. و یحفظن فروجهن، بعد از اینکه چشمان خودتون رو فرو بستید، شرمگاهتون رو حفظ بکنید. حفظ شرمگاه شروعش از نگاه هست، شروعش از همین ملاقات ها است، از سخنانی است که تحریک میکنه هم مرد رو هم زن رو. پس الله سبحانه و تعالی میگه که ای کسانی که مؤمن هستید، مرد و زنی که مؤمن هستید، چیکار کنید؟ اول مقدمات فساد رو درشو ببندید، چشماتون رو ببندید. بعد از اون حفظ بکنید شرمگاهتون رو از نزدیکی به زنا، از نزدیکی به فحشا، از نزدیکی به بی‌عفتی و بی‌حیایی دوری کنید. زنا اشکال انواع گوناگون داره. بعضیا فکر میکنن که زنا فقط همینه که یک مرد یک زنی برن و با هم دیگه هم بستر بشن. چشم زنا میکنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و زنای چشم این است که یک انسان، چه مرد چه زن، به نامحرم خیره میشه. زبان، گوش، وقتی که این حواسی که انسان داره با اون انسان میل پیدا میکنه به طرف گناه، بقیه جوارح هم آماده میشن به خاطر انجام دادنش. همین است که الله سبحانه و تعالی اینجا میگه که شرمگاهتون رو حفظ بکنید، و قبل از اون چی میگه؟ نگاهتون رو و دیدگانتون رو از نگاه به نامحرم بپوشانید. بعد از اون میاد به زن مسلمان، مسئله خیلی مهمی رو بیان میکنه. زینت زن تحریک کننده مرد است. چشم، لب، صورت، قد، گردن، سینه و اماکن حساسی که الله سبحانه و تعالی فرموده که اینها جز زینت زن هست و باید پوشیده بشن، اینها مقدماتی است برای فحشا، مقدماتی است برای جذب مردان هوسرانی که در پی شکار زنها هستند.
الله سبحانه و تعالی احمد جان اگر نشون بدید در اینجا چی میگه؟ ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. میگه به مردان، به زنان مؤمن بگو که زینت خودشون رو، آرایش خودشون رو یا اون اماکن حساس بدن خودشون رو که تحریک کننده است برای مردا آشکار نکنن، جز آنچه که طبعا خودش نمایان است. آنچه که طبعا خودش نمایان هست مردم تفاسیر مختلف میکنن از این. بعضیا میگن که صورت است، در حالی که صورت جز زینت است که باید پوشیده باشه. بعضیا فکر میکنن که اینجا الا ما ظهر منها یعنی قد. شما مثلا خواستگاری میرید برای دختری، یک مرد وقتی که خواستگاری میره برای یک دختری به مادرش یا به اون خواستگارا چی میگه؟ میگه برو ببین که قدش چطوریه، میگه برو ببین زیبا هست یا نه. زیبایی در مقام اول برمیگرده به صورت، در صورت در مقام اول به چشمها، بعد به بقیه اعضای صورت یک زن. در اینجا که الله سبحانه و تعالی که امر میکنه که ولا یبدین زینتهن، که آشکار نکنن زینت خودشون رو، آنچه که به اصطلاح ویژگی های زیبایی یک زن هست. ما میبینیم که عبایه میپوشه، یعنی خیلی عبایه خیلی اسلامی به ظاهر، رنگش هم سیاه، اما آرایش غلیظم کرده و صورتش کاملا آشکار است. شما رو به خدا یک مردی که تحریک میشه با یک زن به قدش یا به چشماش یا به صورتش، پس صورت یک زن جز زینتی است که باید پوشانده بشه. بعد از اون الله سبحانه و تعالی قسمت‌های دیگری از بدن زن رو بیان میکنه که ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. بعد از اون میگه با اطراف این چادرهایشون یا این حجابشون گردنهایشون رو بپوشانن. یعنی این چادری رو که میندازن طوری نباشه که گردنها و سینه ها و اماکن حساس بدنشون آشکار باشه. الان میبینید شما در جوامع روسری میپوشن، عبایه رو میندازن رو کتفشون، رو شانه ها، گردن آشکار است، اون اماکنی که باید پوشانده بشه آشکار است و یک نوع خودنمایی، یک نوع اصلا این حجاب شده یک نوع مد. در ترکیه یک مد خاصی دارن، در ایران یک مد خاص دارن، در افغانستان یک مد خاص، در تاجیکستان به یک شکل خاص. اون ویژگی هایی رو که باید حجاب اسلامی داشته باشه و در این آیه الله سبحانه و تعالی بیان میکنه رو در پوشیدن حجاب در نظر نمیگیرن، بلکه شاید یک زن اروپایی بی حجاب کمتر جلب توجه بکنه تا یک دختر مسلمانی که اون حجاب رو به عنوان مد داره میپوشه و همه اماکن حساس بدنش توسط این حجاب تبارز پیدا میکنه، آشکار میشه. این اون هدف اصلی که الله سبحانه و تعالی در اینجا بیان میکنه اون نیست. ولا یبدین زینتهن نیست. الله سبحانه و تعالی حجاب رو برای این فرض کرده که اون زینت هایی که نباید آشکار بشه که سبب تحریک مردها میشه، اونها باید پوشیده بشه، نه اینکه اونها رو شما بیایید طوری تبارز بدید که شاید همونطوری که گفتم اگر که به این شکل حجاب نمی پوشید شاید تحریک مردهای بیگانه خیلی کم میشد. وقتی ما این مسائل تحریک و این مسائل رو بیان میکنیم، بعضیش میگه این مسلمان‌ها همه دنبال اینن که آی مردا تحریک نشن، آی زنا تحریک نشن، آی این یک چیز فطری است. الله سبحانه و تعالی در وجود مرد و زن قرار داده، میل مرد به زن و میل زن به مرد. این رو فکر نمی کنم که حتی غیر مسلمان ها هم این کار بکنن و این غریزه است که در بدن فرزندان آدم علیه السلام وجود داره. به خاطر چی؟
به خاطر که میل به هم دیگه پیدا بکنن، ازدواج بکنن با هم دیگه و صاحب فرزندان بشن و دنیا رو آباد بکنن و نسل‌های آینده رو که بعد از اینها میان برای اینها به میراث بگذارن، چه مسائل دنیوی چه مسائل معنوی. و این چیز طبیعی است. یعنی کسی نمیتونه بیاد بگه که والله فقط مردای مؤمن تحریک میشن، فقط مسلمانان که تحریک نمیشن کسی دیگه تحریک نمیشه، بلکه فحشا و فساد و تجاوز جنسی و مشکلات اجتماعی و خانوادگی در جوامعی که بی‌حجابی وجود داره هزاران مرتبه بیشتر از جوامعی است که در اونجا حجاب مراعات میشه. و ما هیچ وقت ادعا نمی کنیم که در جوامعی که در اونجا مردم حجاب را حالا تا بیشتر از نیمه از جمعیت، مثلا در بعضی از کشورهای اسلامی شاید اکثریت محجبه باشن، ما این کار نمی کنیم که این جوامع کلا سالم هست، هیچ مشکلی ندارن. حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشکلاتی اتفاق می افتاد در جامعه مدینه در سایه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اما سخن ما این است که ما در مورد آنچه که موافق با فطرت سالم انسانی است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم برای ما امر کرده، در مورد اون داریم صحبت میکنیم. این زینتتون رو، این زینتی که آشکار میشه، این زینتی که باید پوشیده باشه برای مردان نامحرم، اینها رو شما برای کیا میتونید آشکار بکنید؟ در ادامه آیه الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. احمد جان اگر نشون بدین. بعد از اون میگه الا لبعولتهن، این زینت هاتون رو شما آشکار نمی کنید و آنچه که باید از مردای نامحرم بپوشانید، مانند گردن، مانند صورت، اینها رو برای کی آشکار می کنید؟ برای شوهرانتون. و بعد از اون و آبائهن، برای پدرانشان، او آبای بعولتهن، یا پدران شوهرانشون. و در ادامه او ابنائهن، یا برای فرزندانشون، پسرانشون. او ابناء بعولتهن، یا فرزندان شوهرانشون که از همسر دیگرشون باشه. او اخوانهن، یا برادرانشون. او بنی اخوانهن، یا که برادرزاده هاشون. او بنی اخواتهن، یا خواهرزاده هاشون. او نسائهن او ما ملکت ایمانهن، یا از به اصطلاح بردگان، زنان امکیش یا بردگان یا خدمتکارانی که او ما ملکت ایمانهن او التابعین غیر اولی الاربه، یا از خدمتکاران که رغبتی به زنها ندارن من الرجال او الطفل الذی لم یظهروا علی عورات النساء، یا اون کودکانی که هنوز در مورد مسائل جنسی، در مورد مسائل زن و شوهری اطلاعی ندارن، کودک هستن، هنوز به سن بلوغ نرسیدن. و در ادامه چی میگه؟ در ادامه این آیه ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، و در انگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نکوبند تا آنچه از زینتشان که پنهان است دانسته شود. و توبوا الی الله جمیعا، و همه به سوی الله سبحانه و تعالی توبه کنید. ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، ای مؤمنین همه به سوی الله توبه کنید تا رستگار بشید. در این آیه چرا الله سبحانه و تعالی اصنافی از مردها و زنها رو ذکر میکنه که یک زن مسلمان میتونه زینتشون رو در مقابل اونها آشکار بکنه؟ اینها رو بهشون میگن محارم: پدر، برادر، شوهر و فرزندان برادر، فرزندان خواهر و یا بهش خواهرزاده، برادرزاده. اینها امروز در جوامعی مثل تاجیکستان، افغانستان، در ایران، پسر خاله، پسر عمو، پسر دایی، اینها جزء محارم درجه اول حساب میشن. خیلی راحت خونه هم دیگه رفت آمد دارن، با هم دیگه میشینن، زینتشون رو آشکار میکنن، آنچه که الله سبحانه و تعالی در اینجا گفته که باید پنهان باشه.
و اصلا انگار نه انگار که بین به اصطلاح دختر عمو و پسر عمو، دختر دایی و پسر دایی، دختر خاله و پسر خاله اصلا حجابی وجود داره. یا در خیلی از جوامع میبینیم که برادر شوهر و خانواده شوهر خیلی راحت با عروس میشینن، صحبت میکنن، توی خونه زندگی میکنن، روی سفره میشینن، با هم دیگه غذا میخورن. عروس خانم هم همه اون زینت هایی رو که باید فقط برای شوهرش آشکار بکنه در مقابل اونها آشکار میکنه. وقتی که این آیات نازل شد، یکی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پرسید یا رسول الله، در مورد خیشان شوهر نظرتون چیه؟ الحمو در عربی که خیشان شوهر، برادر شوهر، عموی شوهر، دایی شوهر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن الحمو الموت، یعنی این خیشان شوهر مرگ هستن. چرا در اینجا مرگ رو ذکر کردن؟ چون که مرگ ایمان یک زن هست، مرگ عفت و پاکدامنی یک زن است که با خیشان شوهرش نشست و برخاست داشته باشه و اون زینت پنهانی خودش رو برای اونها آشکار بکنه. به خاطر همین است که الله سبحانه و تعالی در اینجا میاد اون اصنافی رو که باید یک زن مسلمان زینتش رو در مقابل اونها آشکار بکنه رو بیان میکنه. در این آیه همونطوری که دیدیم الله سبحانه و تعالی نخست مردها رو مورد خطاب قرار داد، بعد زنها رو و اونا رو امر کرد به فرو بستن چشم از نگاه به نامحرم، سپس مردهایی که سپس طریقه حجاب شرعی رو بیان کرد و بعد از اون اومد در مورد اینکه چه اصنافی از مردها و زنها میتونن یک زن مؤمن و مسلمان رو ببینن. در آیه دیگه ما در سوره احزاب داریم، آیه 59. احمد جان اگر این آیه رو نشون بدیم. در این آیه مبارک امر صریح هست برای کی؟ برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همسرانشون و دخترانشون و زنهای مؤمنین. میگه یا ایها النبی، ای پیامبر، ای رسول الله، قل، بگو، لازواجک، به همسرانت، و بناتک، و به دخترانت، و نساء المؤمنین، و به همه زنهای مؤمنین، یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیامبر، به زنانت، به همسرانت، به دخترانت و به زنان مؤمن بگو که چادرهای خود را بر خویش فرو افکنند. یعنی چی؟ ما وقتی که میگیم فرو افکندن، که در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه یدنین علیهن، یعنی فرو افکندن بر آنها، یعنی از سر تا پا یک چیزی رو بندازن، چادری رو بندازن که از سر تا پا رو بپوشانه. صفت یک زن آزاده و مؤمن و مسلمان این است که از سر تا پا چادر رو بندازه تا کاملا اون زینت هایی رو که در اون آیه گذشته، در آیه 31 سوره نور الله سبحانه و تعالی من کرده بود زنان مؤمن رو که اونا رو آشکار نکنن، کاملا اونها چی باشه؟ پوشیده باشه. میگه که چادرهای خود را بر خویش بیاندازن و به وسیله این چادر سر و صورت و سینه هاشون رو بپوشانن. چرا؟ ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. این مناسب تر است تا شناخته شوند، پس مورد آزار قرار نگیرند. بعضی از این آیه برعکس برداشت کردن، میگن که این حجاب درسته اینطوری گفته چادراتون رو بندازین، اما صورتتون باید آشکار باشه تا شناخته بشن، در حالی که مفهوم و هدف آیه برعکس است. چون که به کنیزها، به زنهایی که برده بودن،
پوشاندن صورت برای اونها جایز نیست و زن آزاده و مؤمن باید صورتش پوشیده باشه، به خاطر که اینجا فرق بین یک کنیز و بین یک زن مؤمن به وجود بیاد، در اینجا خیلی سریع و آشکار یدنین علیهن من جلابیبهن، اون چادرشون، جلباب اون چادر رو میگن که از فرق سر تا پنجه پا کاملا همه رو بپوشانه. و کان الله غفورا رحیما، و الله سبحانه و تعالی آمرزنده مهربان است. حالا یکی میاد در اینجا میگه که والا ما بر بین خودمون، در بین خانواده، در بین جامعه دلهای ما پاک است، ما هیچ وقت با یک زن نامحرم که میشینیم به خاطر اینکه حتما باش ازدواج بکنیم یا هم بستر بشیم نمیشینیم، دلامون پاکه، دلهای ما توش مرض نیست. و اینها دروغ میگن کسایی که این حرفا رو میزنن، کسایی که این اگر که بشینن با خودشون این حرفی رو که میزنن یک کمی در موردش بیاندیشن، متوجه میشن که اینها دارن دروغ میگن. و حقیقت این است که الله سبحانه و تعالی وقتی که حجاب رو بر زن مسلمان فرض میکنه، هدف حجابی که الله سبحانه و تعالی بر ما فرض میکنه، هدف اون پاکی قلب هاست. من این آیه ای رو که در اینجا الله سبحانه و تعالی بیان میکنه این مسئله رو خدمت شما عزیزان بیان میکنم که الله سبحانه و تعالی این آیه است. احمد جان این رو نشون بده. آیه طولانی است. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو وقتی که آیه در ابتدای خودش داشته باشه، امری است از طرف الله سبحانه و تعالی برای مؤمنین. ما بقیه مسائل در مورد داخل شدن به خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم و این مسائل هست و در اینجا یک مسئله رو بیان میکنه الله سبحانه و تعالی. خطاب به مؤمنین چی میگه؟ و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. میگه اگر از زنهای پیامبر چیزی رو طلب کردید، پس از پشت پرده و حجاب طلب بکنید. که امروز میبینیم در خیلی از جوامع همین دستوری که الله سبحانه و تعالی به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم داده شده مورد توجه قرار میگیره و بهش عمل میشه. وقتی که خونه رو در میزنید، از پشت پرده خانومی که هست یا بانویی که هست از شما میپرسه کی هستید. مثلا در تاجیکستان شاید خیلی اتفاق بیفته، در افغانستان، حتی در ایران، در خیلی از کشورها. یا این گوشه چادر خودشون رو میگیرن میپرسن که کی هستی. در قدیم خیلی مد بوده، الان دیگه نسل جدید عمل نمیکنن زیاد به این مسائل. الله سبحانه و تعالی به پاکترین انسانها بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگه که و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. به پاکترین انسانها بعد از رسول الله که صحابه باشن میگه که ای صحابه، شما از زنان پیامبر که پاکترین زنها هستن، الله سبحانه و تعالی اونها رو مادران مؤمنین قرار داده. زنهایی که در آغوش پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، مادران مؤمنین، بانوان خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، زنانی که وحی در خانه اونها نازل میشد. کدام یک از ما مردها مانند صحابه هستیم و کدام یک از شما زنها مانند همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هستید؟ حالا متوجه شدین چرا میگم دروغ میگن کسایی که این حرفا رو میزنن که ما دلمون پاکه؟ کسی که ادعا بکنه دلش از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و طلحه و زبیر و سعد و سعید و بقیه صحابه پاکتر، دروغ میگه. امکان نداره.
اونا نسل تعلیم یافته قرآن بودن، قرآن بر اونا نازل شد. هر جای قرآن که شما میبینید یا ایها الذین آمنو، مخاطبش کیه؟ مخاطبش همین صحابه هستن. مصداقهای یا ایها الذین آمنو در قرآن اینا هستن. در طرف مقابل زنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم که به پاکی اونها الله سبحانه و تعالی شهادت داده در قرآن. زنهای رسول الله، محبت به همسران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جز ایمان ماست. کسی که به همسران پیامبر توهین میکنه این انسان منافقه، مسلمان نیست. محبت به امهات المؤمنین میزان شناخت مسلمان و منافق است. الله سبحانه و تعالی به این دو گروه امر میکنه که اگر چیزی خواستید و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، از پشت حجاب بخواهید. چرا؟ اصل محل شاهد ما اینجاست. به کسانی که میگن که ما دلامون پاک است میگه ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این است که بهتر است برای پاکی قلب‌های شما و قلب‌های آنها. اصل پاکی واقعی قلب این است که زن حجاب داشته باشه، پاکی واقعی قلب این است که مرد حجاب داشته باشه، پاکی واقعی قلب این است که مرد و زن مسلمان نگاه خودشون رو از نامحرم بپوشانن. پاکی واقعی این است که حجاب اسلامی مراعات بشه. پاکی واقعی این است که اختلاط و در یک مکان نشستن بین زن و مرد که نامحرم هستن وجود نداشته باشه. پاکی واقعی این است. هر مردی که نگاه خودش رو از نامحرم میپوشانه اون پاک است. هر زنی که حجاب اسلامی رو مراعات میکنه اون پاک است. و اینایی که میگن ما دلهامون پاکه و با همدیگه میشینیم و میگیم و میخندیم و به سر کله همدیگه میزنیم، اینها دارن دروغ میگن. چون هیچ زنی پاکتر از عایشه و فاطمه و حفصه و خدیجه نیست و بقیه زنان صحابه و همسران و دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم. و هیچ مردی پاکتر از ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد و سعید و حسن و حسین و غیره نیستن. اونها مردهای پاکی بودن که الله سبحانه و تعالی از اونها راضی شده. دلهای اونها رو میدونسته که در دلهای اونها چی است. و به خاطر همین است که الله سبحانه و تعالی حجاب رو بر مسلمان ها فرض کرده تا سببی بشه برای پاکی قلب ها و پاکی جامعه. مسئولیت حجاب به دوش کیست؟ مسئولیت حجاب از روزی که یک دختر مسلمان در یک خانه رشد میکنه، مسئولیت اول بر دوش پدر و مادر است که حجاب رو به عنوان یک سلطه و جبر به آنها نقبولانند، به عنوان یک فریضه شرعی، به عنوان امر الله سبحانه و تعالی بقبولانند به آنها. نگید که باید حجاب بکنی، بگید الله امر کرده که حجاب بکن. نگید که من نمیخوام که فلان کار رو انجام بدی، من میخوام که این چادر رو سرت بگذاری. بگید که الله و رسولش تو رو به این امر کرده. و اگر شما مفهوم حقیقی حجاب رو به فرزندانتان نفهمانید، فردا که شما نمیتونید بعد از اینکه به سن بلوغ رسید، بعد از اینکه به سن رشد رسید جلوشو بگیرید. شاید خیلی ها هستن که دختراشون تو خونه قشنگ حجاب میپوشن، همین که در خونه رفتن بیرون تا میکنه میذاره تو کیفش تو کوچه و خیابان که ببینید این نه اون دختری است که تو خونه جلوی پدر و مادرش محجبه با لباس شرعی، اما چون مفهوم حجاب رو ترک نکرده فکر میکنه که حجاب امری است از طرف پدر، جبری است از طرف پدر که باید حتما در مقابل پدر این کار رو انجام بده. اگر این زن مسلمان اینو در نظر بگیره که وقتی که تو از خونه میری بیرون خدا داره تو رو میبینه، وقتی که در خانه هستی خدا داره تو رو میبینه. کی تو رو به حجاب امر کرده؟ خدا تو رو به حجاب امر کرده. پس چطور وقتی که از خونه میای بیرون حجاب رو از سرت برمیداری؟ اگر یک زن مسلمان این احساس رو داشته باشه، چه در خانه چه در بیرون از خانه، در همه جا الله سبحانه و تعالی رو در نظر بگیره، اون زن هیچ وقت
به خاطر شوهر و به خاطر همسر و به خاطر برادر بزرگ و به خاطر فلان و علان حجاب سر نمیکنه، بلکه به خاطر الله سبحانه و تعالی سر میکنه. زیرا زن مؤمن میدونه که یکی از مراتب ایمان چی است؟ ان تعبد الله کانک تراه. الله سبحانه و تعالی طوری عبادتش بکنی که انگار داری میبینی پروردگار تو جلوی تو وایستاده. فان لم تکن تراه فانه یراک. اگر تو نمیتونی پروردگار تو اینطوری تصور بکنی که جلوی تو هست، تو داری اونو میبینی، اون که دیگه داره تو رو میبینه. از بالای 7 آسمان داره نظاره‌گر همه اعمال تو است. این یکی از مراتب ایمان است. انسانی که به این مرتبه از ایمان رسیده باشه، همه اوامر و نواهی الهی رو طوری اجرا میکنه که انگار پروردگار متعال رو در جلوی چشم خودش داره میبینه. پس پدر و مادر مسئول است، برادر مسئول است، شوهر مسئول است، اولیای امور مسئولند، حکومت‌ها مسئولند، علمای دین مسئولند. چرا؟ الله سبحانه و تعالی در این سوره، در سوره تحریم آیه 6 میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو و اهلتون رو، یعنی اهل بیتتون رو، خانوادهتون رو، اون جماعتتون رو، کسانی که در اطراف شما هستن، اونها رو چیکار بکنید؟ از آتش دوزخ برهانید. آتشی که وقودها الناس والحجاره، آتشی که هیزمش انسانها و سنگها هستند. علیها ملائکة غلاد شداد لا یعصون الله، بر این آتش فرشتگان درشت خو و سختگیری هستند که نافرمانی خدا را نمی کنند و آنچه که الله سبحانه و تعالی لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، و نافرمانی الله سبحانه و تعالی را نمی کنند و هر چه که الله سبحانه و تعالی امر کرده باشه اون رو چیکار میکنن؟ انجام میدن. بریم به سراغ انسانها و مؤسسه ها و سازمان هایی که تشویق به بی‌حجابی میکنن در کشورهای اسلامی. این یقین رو داشته باش خواهر گرامی که اگر اینها امروز داد از آزادی میزنن، جسد تو رو میخوان، شخصیت تو رو نمیخوان. اینایی که امروز داد از تحرر و آزادی و نمیدونم اختلاط و مساوی بودن حقوق مرد و زن میزنند، اینها شخصیت تو رو نمیخوان، رفعت و سربلندی و سعادت تو رو نمیخوان. اگر واقعا میخواستن برای زنهای اروپا و آمریکا مهیا میکردن. اونا که حجاب کنه رو گذاشتن، اونا که هر چی دلشون خواست انجام دادن. آیا زن اروپایی و آمریکایی به سعادت رسیده؟ آیا شما باور میکنید که یک زن اروپایی و آمریکایی احساس سعادت میکنه در زندگیش؟ هرگز نمیکنه. خودشون اعتراف خودشون است که نمیکنه. امروز در مراکز اسلامی در اروپا به مسلمان ها کل خرج و مصارف و همه پول و همه چیز میدن، میگن فقط شما در بین مردم ما بیایید، مردم رو دعوت بکنید به زندگی خانوادگی، به اون ویژگی هایی که باید یک خانواده داشته باشه. خانواده ها از هم پاشیده. یک زن 3-4 تا دوست پسر داره، یک مرد 3-4 تا دوست دختر داره. پدر نمیدونه دخترش با کی داره میره، شوهر نمیدونه که زنش با کی رفیقه، زن نمیدونه که شوهرش با چند تا رفت آمد داره. نظام خانوادگی از هم پاشیده و اونهایی که از اونجا امروز میان در کشورهای ما برای آزادی زن و برای تحرر و برای نمیدونم مساوات و برای اینا داد و بیداد میکنن، خواهر عزیزم تو رو میخوان از گوشه خانه بیرون کنن، بکشونن به بازار، مانند یک اسباب بازی با تو بازی بکنن. میخوان اون نفوس گرگ صفت خودشون رو به وسیله تو سیر بکنن. اونها به دنبال جمال تو هستن، به دنبال زیبایی تو هستن، به دنبال جسد تو هستن.
فقط به خاطر خوشگذرانی خودشون دارن این فریادها رو میزنن. هیچ وقت به خاطر شخصیت تو نیستن. هیچ وقت به خاطر موفقیت تو، سربلندی تو، سعادت تو این نداها رو سر نمیدن. میخوان از تو چی درست بکنن؟ میخوان از تو یک دست اسباب بازی درست بکنن که برای اعلان کریم دندان، برای اعلان صابون، برای اعلان شامپو، برای اعلان ماشین، برای اعلان اسباب آشپزخانه، برای اعلان دیگ و کفگیر از تو استفاده کنن. یک لباس تنگ و شفاف و کوتاه به تو بپوشانن و به دست تو یک قلم رو بدن، یک کریم دندان رو بدن، یک صابون رو بدن که تو بازار تجارت اونها رو گرم بکنی. هدف اونها از آزادی برای تو این است. یک زن بی حجاب رو میارن با لباس خیلی زشت، چرخ میزنه چپ راست، آخر چیه؟ یک ماشین تویوتا میاد وای میسته، اعلان ماشین. تو رو میخوان ازت یک ابزاری باشی برای فروختن اجناسشون. نظام فیودالی، نظام سرمایه‌داری، نظام که در اون اخلاق، انسانیت، شرف، عفت جایی نداره، از تو فقط میخوان آلت دستی درست بکنن که اون چیزی رو که میسازن در کارخونه هاشون در بازار به قیمت تمام بفروشن. ارزش تو از یک کریم دندانی که اعلان میکنی هم برای اونها پایین تره، چون به وسیله تو میخوان اون کریم دندانشون رو بفروشن. از یک صابون هم ارزش تو کمتر است، چون به وسیله تو میخوان اون صابون رو بفروشن، به بازار عرضه بکنن. چرا؟ چون در اون جوامع حالا یکی مثل من بیاد یک صابونی رو، یک شامپویی رو اعلان بکنه، کسی میخره؟ نه، باید تو رو بیارن. باید اون با اون جمال و زیبایی و با اون انوثتت باید بیای این صابون و شامپو رو اعلان بکنی تا 4 تا گرگ صفت دیگری که دارن این اعلان رو میبینن به خاطر تو برن اون شامپو رو بخرن. به خاطر اون عکسی که از تو گذاشتن پشت سر اون قوطی شامپو یا پشت اون کاغذی که به صابون پیچیدن، به خاطر اون باید بفروشن. این است اون آزادی، این است اون مساوات، این است اون حقوقی که میخوان برای زنهای مسلمان به ارمغان بیارن از غرب. با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران شنونده و تماشابین شبکه جهانی وصال حق، پیش از همه اظهار سپاس و مننت میکنم از برادران و کارمندان شبکه جهانی وصال حق که ما را دستگیری کردند و ما مردم تاجیکستان را فراموش نکردند. برادر از تاجیکستان هستم. خواستم سخنها بسیار است، در اندک مدت خلاصه کرده به گوش مردم تاجیکستان و جهانیان برسانم. خلاصه برادران عزیز، یک بار ما مرگ و جنازه دولتی را که دین و مذهب را از جامعه بیرون انداخته بود با چشم سر دیدیم، اما متاسفانه امروزها در کشور ما که دولت دموکراتی است، باز دوباره همان تبلیغات ضد دینی دارد و ذهن جامعه ریخته می شود. عالمان و داملاهای هم حقگوی را از دین خدا دفاع می کرده اند و از اسلام ناب صحبت می نمودند و اغواگر و فتنه‌گر بودن متهم می نمودند و برای همیشه بستن دهان ایشان کوشش میکنند و بعد داملانماهایی که درباره اسلام معلومات کافی ندارند
و حتی بعضیشان قرآن را هم درست تلاوت کردن نمیتوانند. صاحب منبر و پیشوای دین قرار میدهند. خلاصه سعی و تلاش دارند که سطح فهمش مردم را نسبت به دین اسلام نهایت محدود و تنگ بکنند و مردم از اسلام حقیقی جدا شوند و بیگانه شوند و اینچنین قانون‌های ضد اسلامی را بر بالای مردم مسلمان به طور اجبار تحمیل می‌کنند و نمی‌گذارند جوانانی از 18 ساله پایین برای ادای فرایض دینی به مسجدها روند و عبادت کنند. هر کس اگر فرزند خردش را به مسجد برای ادای نماز ببرد موافق قانون مجرم حسابیده می‌شود و باید جریمه آن را سپارد و اینچنین اگر کسی یک نفر را به خاطر خدا تعلیم قرآن بدهد جزایش زندان است. و باز بالای این همه افراطگرایی جنگ علیه ریش و حجاب را براه انداختند. حجابی که برای ملت ما علاوه بر منصوبیت دینی داشتنش منصوبیت ملی هم دارد. دوارون این می‌بینیم که همیشه بازار فسق و فحشا را گرم نگاه می‌دارند و به ظواهر فریبنده تمدن غرب چشم دوختن مکاتب و مدارس و خیابان‌ها را با یوب کپوش‌ها و ناخلوچکان زیب و زینت می‌دهند و با این همه کامرانی و هوس بازیشان گمان میکنند که کشور ما پیشرفت میکند و متمدن میگردد و این چنین مردم را با این طریق گول میزنند که دین اسلام جز اعتقاد باطنی و پند و اندرز و تربیه اخلاق چیزی دیگری نمیباشد. و همین خاطر حق دخالت کردن در امور دولتی و اجتماعی مردم را ندارد و تنگ نظرانه گفتنی اند. وقتی جامعه دیندار و مذهبی باشد ما هیچگاه ترقی و پیشرفت کردن نمیتوانیم. خلاصه عین همان اشتباهایی را که کمونیستان کردند باز دوباره تکرار کرده ایستادند. حالا آنکه دین اسلام هیچگاه بر پیشرفت جامعه و علم و هنر رخنه ایجاد نکرده است و نمیکند. در آخر به همه شما گفتنی هستم که هوشیار باشید، از خواب غفلت بیدار شوید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله. بله بینندگان عزیز و گرامی، سلام دوباره خدمت شما عزیزان. در مورد حجاب مفصل صحبت کردیم، گرچه خیلی مسائل دیگری وجود داره. من اصلا وارد احادیث نشدم، وارد روایات و نمونه هایی از زندگی زنان صحابه. در مورد حجاب اگر بخوایم برنامه ویژه بگذاریم ماها و سالها طول میکشه که صحبت بکنیم. منتها کلا شما یکی دایه‌ای رو که بررسی کردیم مفهوم واقعی حجاب را از دیدگاه اسلام دیدیم. اما در تاجیکستان ادعا میشه که باید حجاب ملی داشته باشیم. این حجابی که این سیاه‌پوش ها و این حجابی نمیدونم که ادعا میکنن اسلامی است، این از خارج اومده و فرهنگ فلان و فرهنگ علان است. ما باید حجاب ملی داشته باشیم، لباس ملی بپوشیم. خیلی متاسفم که اینها دارن دروغ میگن. به شما تاجیکان دارن دروغ میگن. این لباس ملی که اینها دارن ازش دفاع میکنن و براش تبلیغ میکنن یک تلبیس است، یک دروغ است. لباس ملی تاجیکی نیست، بلکه لباس پیشنهادی یک عده شهوتران و گرگ صفتی است که میخواهند زنان تاجیک را به وسیله این لباس به کوچه و بازار بکشانند تا چشمهای گرسنه خودشون رو به وسیله اونها سیر کنن، تا از دیدن این مناظر لذت ببرن. نمونه هایی رو از این لباس هایی که اینا ادعا میکنن که لباس ملی است من خدمتتون نشون میدم. دوستان نشون بدن این تصاویر رو. این نمونه ای از، ببینید دقیقاً، یعنی شما مثلا این تصویر رو در اینجا اگر زوم بکنه احمد جان کمی، دقیقاً همون چیزی که در آیه الله سبحانه و تعالی یدنین علیهن من جلابیبهن که در اینجا امر میکنه که سر تا پا پوشانده باشه، یا ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، این چیزی که دقیقاً الله سبحانه و تعالی از اون منع کرده، همون چیز رو اینا بهش خلافش عمل میکنن. تصویر بعدی رو نگاه کنید. دخترها و پسرهای دانشجو با لباسهای مفتضح در کنار همدیگه. این به اصطلاح لباس ملی است. شما تصور بکنید دقیقاً، کمی اگر زوم بکنی احمد جان،
این همان نکاتی رو که در آیه مبارک الله سبحانه و تعالی من کرده که سر و سینه و گردن باید پوشیده باشه رو در اینجا ببینید که برخلاف اون دارن عمل میکنن. اینم لباس ملی که ازش دم میزنن در کنار مسئولین تاجیکستان. اینم شو لباس هست، همون لباس ملی که دارن براش تبلیغ میکنن که این لباس ملی است و این لباس از یک نوع به اصطلاح ابریشم ساخته میشه که کلاً به اصطلاح تبارز دهنده همه مفاتن یک زن هست و اینم یک دختر و یک پسر با همدیگه صف طولانی که از اینجا دارن عبور میکنن. شاید جشن فارغ التحصیلی از حالا هر مراسمی که هست نمیدونم. این لباس ملی است که دارن براش تبلیغ میکنن، از ابریشم ساخته میشه. اینم لباس ملی. لباس ملی. بله، تشکر احمد جان. این نمونه هایی بود از آنچه که به عنوان لباس ملی و تاجیکی دارن تبلیغ میکنن که ما گفتیم دروغی بیش نیست و هیچ ربطی به ملت شریف تاجیک، ملت عفیف و پاک دامن تاجیک نداره. حالا میریم به لباس ملی که در تاریخ تاجیکستان وجود داشته. احمد جان نشون بدید اینو. این از اون لباس ملی واقعی تاجیکستان. این هم لباسی که مردها داشتن. حالا اینایی که مثلا میگن که نمیدونم عبا و اون حجاب سیاه، این حجابی است که از بیرون اومده، از طرف عرب اومده، از طرف عجم اومده، فلان اومده. آیا مردان تاجیک قبل از اینکه کت شلوار وارد تاجیکستان بشه این لباس رو میپوشیدن یا نمیپوشیدن؟ یقینا این لباس ها رو میپوشیدن. پس اگر چادر سیاه و حجاب اسلامی از بیرون اومده و لباس بیگانه است، پس این کت شلوارتون هم بندازید دور دیگه، کت شلوار نپوشید، چون که این لباس هم از بیرون اومده. این کرواتی که میزنید، اون قمیصی که میپوشید، اون شلواری که میپوشید، اون هم از لباس بیگانه است. از روسیه اومده به تاجیکستان. اگر منظور شما واقعا ملیت‌گرایی و وطن دوستی و این مسائل است. تصویر بعدی هم یکی از لباس‌های محلی تاجیکستان است و همچنین این تصویر از لباس‌های محلی و ملی تاجیکستان است و این بله، تشکر میکنم. حالا در مدارس این تصویر بعدی که خدمتون گذاشتم تصویری است که در مدارس از سنین کودکی اختلاط و بودن مرد و زن نامحرم در یک مکان رو تعلیم میدن به کودکان. از همون خردسالی باید اینا اینطوری بار بیان. این تصویری که از مدارس است. این تصویر دیگری است. این تصویر دیگری است. این نمونه هایی است از تبلیغ برای این مسائل. حالا که این لباس ها رو دیدید و لباس هایی که قبلا که گفتم به عنوان لباس ملی ازش یاد میکنن و براش تبلیغ میکنن، برمیگردیم به نظر دین مبین اسلام در مورد این مسئله. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که صحیح مسلم روایت میکنه خیلی جالب در مورد این لباس ها صحبت کردن. دقیقاً در مورد همین لباس هایی که تصاویرش الان دیدید، در مورد همین لباس هایی که امروز به نام لباس ملی تاجیکستان و در کشورهای دیگه فرق نمیکنه، در افغانستان، در ایران، در خیلی از کشورها، در ترکیه، در اروپا، آمریکا، لباس هایی که 100 سال پیش وجود نداشت یا حداقل به این شکل، به شکل عام وجود نداشت. در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که صنفان من اهل النار، دو گروه
از اهل آتش. لم ارهما، که من اینها رو الان ندیدم در بین شما، چون در اون زمان وجود نداشتن. دو گروه از اهل آتش هستن، از اهل آتش، از اهل دوزخ، که در اون زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم در بین مردم ندیده بودن. قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. قومی که شلاق‌هایی مانند دم گاو دارن در دستشون که مردم رو میزنن. در زبان طالبا دیدیم که مردم رو با شلاق‌ها، زنهای مردم رو میزدن. اون طالب، این واقعیت، ما باید بگیم کسی میخواد ناراحت بشه سرشو بزنه به دیوار. اون طالبی که با شلاق زن مردم رو میزد ربطی به اسلام نداره. این عمل یک عمل غیر اسلامی، مخالف دستور قرآن، مخالف دستور رسول الله، مخالف انسانیت و شرافت و اسلامیت است. این پیشگویی رسول الله صلی الله علیه وسلم رو ما در همین چند سال گذشته دیدیم در افغانستان. میریختن در بازار، زن مردم رو با شلاق میزنه. اگر حکومت اسلامی باشه باید اون کسی که بنابر هر دلیلی زن مسلمانی رو با شلاق میزنه باید به دادگاه کشیده بشه، محاکمه بشه. تو حق نداری یک زن مسلمان رو بزنی با شلاق، ولو اینکه گناهی مرتکب شده باشه. شلاق زدن بعد از اینکه جرم طرف ثابت شد، محکمه شرعی، دادگاه باید امر بکنه. و این یکی از ملاحظاتی بود که بر طالبا بود. اون اسلام رو بر اساس اون فهم غلطشون میخواستن تطبیق بدن در بین مردم. شاید این حرف به مزاج بعضیا خوش نیاد، اما این واقعیته. در هرات، در کابل، در خیلی از شهرها میریختن در خیابونها. زن با حجاب مردم رو تو با شلاق میزنی، چی کار داری که میزنی؟ چرا میزنی؟ چرا اومده به بازار؟ به تو چی؟ تو اگر از امر بالمعروف و نهی از منکر هستی باید با زبان خوش ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. نگفته ادع الی سبیل ربک به شلاق. این پیشگویی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که ما دیدیم. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میفرمایند؟ نساء کاسیات عاریات، زنهای پوشیده لخت. تعجب میکنید نه؟ چطور امکان داره یک زن پوشیده باشه و لخت باشه؟ نساء کاسیات عاریات، زنهای پوشیده لخت. امروز فقط یک توک پا برید سر خیابون 10 تاشون رو میبینید. حجاب پوشیده، روسری قشنگ پوشیده، یک بلوز تنگی رو پوشیده که سینه و اندام بدنش جدا جدا داره معلوم میشه برای ناظرین. دامن تنگی پوشیده که همه برآمدگی‌های بدنش آشکاره. کاسیاتون عاریات هستن یا نیستن؟ پوشیده یا عریان. لباس تنگ پوشیده انگار که لباس نپوشیده. کاسیاتون عاریات. لباس کوتاه پوشیده که همه مفاتن بدنش معلومه، آشکاره. اگر به این زن بگید که چرا لباس نپوشیدی ناراحت میشه. میگه کی گفته من لباس نپوشم؟ مگه این چیه؟ فکر میکنه که لباس پوشیده. من نمونه اون رو خدمتتون نشون بدم اینجا. دوستان نشون بدن این تصویر رو. حالا کسی میتونه به این خانم بگه که شما لباس نپوشیدی؟ میگه من لباس پوشیدم. پوشیده یا عریان؟ کسی میتونه به این خانوما بگه که شما لباس نپوشیدید؟ لباس پوشیده. پوشیده یا عریان؟ این مگه لباس نپوشیده؟ میگه لباس پوشیده. پوشیده یا عریان؟ اینها مگه لباس نپوشیدن؟ لباس پوشیدن. اونم از جنس ابریشم پوشیدن که همینطور رو بدن بیفته و همه مفاتنشون رو نشون بده. پس اینها همون زنهایی هستن که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه 2 گروه از اهل آتش هستن که من اونها رو در بین شما ندیدم الان. یعنی چی؟
یعنی در آخر زمان میان، بعد از شما میان. نساء کاسیات عاریات، زنهایی که پوشیده هستن و عریان هستن. ممیلات مائلات، زنهایی که به اصطلاح ترجمه دقیق یا تفسیر دقیق این کلمات این میشه که از به دور هستن. مائلات یعنی به دور هستن از حیا و از ستر و از ترس خدا و از تقوا و پرهیزگاری. و ممیلات هستن که دلهای مردان را به طرف خودشون میکشانن، مردها را تحریک میکنن، مردها را به طرف خودشون دعوت میکنن با طرز لباس پوشیدنشون، با آرایششون. یعنی این لباس هایی رو که من نشونتون دادم، لباس های ملی که ادعا میکنن، هر انسانی که اینا رو ببینه در کوچه و خیابان، مگر اینکه مرد نباشه که تحریک نشه. سبحان الله. نکته دیگر چقدر جالب میگه، رؤوسهن که اسنمة البخت المائله، سرهای اینها مانند کوهان شتر است، کج شتر. موهاشون رو جمع میکنن مانند کوهان شتر، چون در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زنها این کار رو نمی کردن و شاید تا 100 سال قبل هم این کار نمی شد. صنفان من اهل النار لم ارهما، دو گروه از اهل آتش که اونها رو ندیدم تا هنوز، ندیدم در بین شما. کیا هستن؟ یکیشون رؤوسهن که اسنمة البخت المائله، سرهاشون مثل کوهان کج شتر. دارید میبینید در همه جا، خیابانی نیست که شما نرید و نبینید از این چیزا. حتی با حجاب، سر تا پا پوشیده، متاسفانه حتی با حجاب کامل شرعی مثل کوهان شتر پشت سرش معلومه. اینا از اهل آتش هستن که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که اون موقع نبودن و من ندیدم و در آینده خواهند آمد. خب یا رسول الله، اینها کاسیات و عاریات هستن، پوشیده عریان، ممیلات و مائلات هستن، مردها رو به طرف خودشون میکشانن و به دور از ستر و عفاف و حیا هستن، سرهاشون هم مثل کوهان شتر هست. عاقبتشون چی میشه؟ میفرمان لا يدخلن الجنه. الله اکبر. لا يدخلن الجنه، به جنت داخل نمیشن. تو ای خواهر، ای مادر که این همه در زندگی عبادت میکنی، زحمت میکشی، به خاطر چی؟ به خاطر که وارد جنت بشی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این زنهایی که این صفتها رو داشته باشند لا يدخلن الجنه، هرگز به جنت وارد نمیشن. خب آره دی به جنت وارد نمیشن، اما حداقل اون اطراف جنت که هستن، خب بوی جنت که به مشامشون میرسه، یعنی تو لبه های دوزخ هستن. اون کسایی که در امسایگی جنت هستن حداقل شاید یک کمی از اون بو و بوی خوش و از خنکی جنت به اونها برسه. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم در ادامه حدیث چی میگن؟ ولا یجدن ریحها، بوی جنت هم به مشامشون نمیرسه. الله المستعان. نه اینکه وارد جنت نمیشن، بوی جنت هم به مشامشون نمیرسه، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند و ان ریحها لیوجد من مسیرة کذا و کذا، در حالی که از مسافت‌های دور بوی بهشت به مشامشون میرسه، اما به مشام این زنهایی که این صفت‌ها رو داشته باشن وارد جنت که نمیشن، هیچ بوی جنت هم نمیرسه بهشون. حتی در مسافتی دور از جنت قرار دارن که بوی اون هرگز به مشامشون نمیرسه، چه برسه که به جنت نزدیک باشن یا واردش بشن. اینها دو گروه از اهل آتش بودن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این
روایت بیان کردن برای ما. گفتیم که مائلات کسانی هستند که از طاعت الله سبحانه و تعالی، از حیا، از ستر به دور هستند و راه رفتن اونها خالی از حرکات و سکناتی نیست که به اصطلاح به چپ و راست میلان میکنن. میبینید امروز حرکت های زنهایی که این صفتشون رو رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردن، طوری در خیابان را میرن که انگار لنگ است، کج و معوج را میره، فقط به خاطر جذب کردن مردهایی که در اطراف هستن. یا ممیلات هستن، چنان آرایش میکنن، چنان زینت و زیبایی خودشون رو اضافه میکنن که یعنی هر گونه انسانی اینها رو ببینه تحریک میشه. موی سر رو ببینید، قسمتی از کاکلاشون رو بیرون انداختن، آرایش رنگارنگ کردن. اینها همه اون صفاتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در کلمات خیلی کوتاه برای ما بیان کردن. طرف تو خونه نشسته، 1 ساعت جلوی آینه آمادگی گرفته. به خاطر چی؟ به خاطر که میخواد بره سوپرمارکت، به خاطر که میخواد بره بازار خرید بکنه. اینا مائلات و ممیلات نیستن. کی هستن؟ تو که میخوای بری خرید، این همه آرایش غلیظ، این لباسی که پوشیدی، به خاطر چیه؟ به خاطری که 4 تا مرد و جوان بیچاره رو به طرف خودش جذب بکنه. یکی از نکاتی که من دوست دارم اینجا خدمتون عرض بکنم، خاصتا برای مردم شریف تاجیکستان و افغانستان، که متاسفانه یک ضرب المثلی است، میگن که دکتر و ملا محرم است. این در بین زنها رواج داره. پیش دکتر که رفتن بدون محرم میرن پیش دکتر و هر قسمت از بدنشون هم که خواست دکتر به بهانه معاینه کردن براش لخت میکنن، در حالی که هر زن مسلمان نباید بدون محرم پیش دکتر بره. زن مسلمان باید سعی کنه که همیشه پیش دکتر زن بره، الا عند ضروره، اگر که دکتر زنی در اون بیماری که میخواست علاج بکنه وجود نداشت، در اون صورت با محرم، با شوهرش، با برادرش، با پدرش، با یکی از محارمش، با یکی از فرزندانش که فرزند بزرگ باشه پیش دکتر مرد بره، اونم در وقتی که نیاز باشه. مشکل دیگه، مشکل رفتن پیش ملاها. البته اگر این کلمه ملا درست نیست که در مورد این شیادان و دین فروشان استفاده بشه. اینها ملا نیستن، عالم دین نیستن. اینها شیاطینی هستن که لباس دین بر تن کردن، ریش گذاشتن، عبا و قبا گذاشتن، فقط به خاطر اینکه به نام دین مردم رو فریب بدن. و خطاب من به اون مردهایی است که اجازه میدن که زنهاشون پیش این فالگیرها و پیش این کفشناسها و پیش اینها برن. میدونید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد این گونه مردها چی گفتن؟ همین صفاتی رو که در مورد این زنهایی که مائلات و ممیلات هستن، کاسیات و عاریات هستن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که دیوس وارد جنت نمیشه. یا رسول الله، دیوس کی است؟ فرمودن کسی که در مقابل محارمش غیرت نداشته باشه. اون کسی که زنش رو اجازه میده یا غفلت میکنه از زنش که زنش بره پیش یک فالگیر، پیش یک جادوگر، پیش یک نجومی، پیش یک کفشناس و این انسان فاسد و شیطان با جسد زن تو بازی بکنه، این انسان دیوس است، وارد جنت نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن. من یک نمونه رو نشون میدم. خوبه که این فیلم برداری شده. احمد جان اگر بتونید صدا تصویرش رو نشون بدید. این بهترین قدرت است، بهترین عمر آزاد است که خدا ما را داد. این یکی از اون شیادینی است که به خاطر خوشگذرانی و عیاشی و پر کردن جیبش زنها و مردهای مسلمانها رو فریب داده. ببینید این زن کنار این فالبین و جادوگر نشسته و ببینید که این چه حرکاتی رو انجام میده با بدن این زن. ببینید
دامنشو بلند کرده داره فوت میکنه در بین پای این زن. کسی میدونید لا اله الا الله محمد رسول الله بگید باش گفت زیر چادری کدام چادری نازوکی دیگه داری؟ باز صحیح شد. الان دستشو وارد کرد زیر چادر این زن، بالا نمیدونم به کدوم قسمت از صورتش داره دست میزنه و داره با آیا به اصطلاح چیزایی میخونه که اصلا نه در قرآن است و نه در سنت. خزعبلاتی رو داره زمزمه میکنه برای فریب دادن مردم. یا مولا ونزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت. یا مولا. خب این استغاثه غیر الله، شرک. ادامهشو ببینید. للمؤمنین ولا یجد الظالمین نفس سلاما قول من رب رحیم. یا جبرائیل ما کل اسرافیل ازرائیل کفا کرو بگو گونا یا فگو ما کلی کمی کانا من کلی کاتا کرو کلی کلی فی کب دتاخی مشک شب تاکل کل کام کفا کما بی کفا کلی کام سر بیٹھا یا کاو کبل خلاقا یا جبرائیل ما کل اسرافیل ازرائیل کفا کرو بگو گونا یا فگو ما کلی کمی کانا من کلی کاتا کرو کلی کلی فی کب دتاخی مشک شب تاکل کل کام کفا کما بی کفا کلی کام سر بیٹھا یا کاو کبل خلاقا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما نحكم ومن رسول المؤمنين رؤوف رحيم فانت ولا فوق الاسبل اخو لا اله الا الله قد هو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما نحكم ومن رسول المؤمنين. با باور آگاهان امور دینی، فالبینی، تعویض، کفشناسی و بهانه‌های دیگری که این اشخاص توسط آن از مردم پول میگیرند، کلاهبرداری و مزخرفات بیش نیست که مردم از ناچاری و تنگدستی با آنها روی میآورند و بله، این نمونه ای بود از اعمالی که اینها انجام میدن و چه بسیارند زنهایی که در نزد همین شیادا، در نزد همین دروغگوها متاسفانه مورد تجاوز قرار گرفتن. در دین اسلام اعمالی که اینا انجام میدن وجود نداره. در دین اسلام هیچ زنی حق نداره که پیش یک مردی بره، ولو اینکه شیخ الاسلام باشه، ولو اینکه امام حرم مکه باشه، ولو اینکه به مراتب علیای علم و دانش رسیده باشه و تقوا و پرهیزگاری و از همه ناحیه. یک زن مسلمان حق نداره که پیش یک همچین مردی بره با اون مرد به بدنش دست بزنه. در هیچ جای قرآن نگفته، در هیچ جای سنت نگفته، نه در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته، نه در 4 مذهب اهل سنت، حتی در تورات و انجیل هم نگفته. و متاسفانه این موارد در تاجیکستان، در افغانستان به پیمانه وسیع یافت میشه. زنها میرن پیش جادوگرا، پیش فالبینها و این کفر است. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید کسی پیش همین انسانها بره و حرف اونا رو تصدیق بکنه و آنچه که به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده کافر میگرده. این نمونه هایی بود که من خدمت شما عزیزان از این وضعیت ها عرض کردم. موضوعات زیادی است که انسان دوست داره در موردش صحبت بکنه، اما ای کاش الله سبحانه و تعالی این توفیق رو بده که بتونیم برنامه هایی داشته باشیم در مورد حجاب، در مورد انشاءالله این مسائل و همچنین بنابر پیشنهاد بعضی از عزیزان دلسوزی که از واقعیت‌های داخل تاجیکستان اطلاع داشتن، ما تصمیم گرفتیم که از این به بعد در مورد مشکلاتی که وجود داره، در مورد واقعیت‌هایی که وجود داره در اونجا و برخلاف تعلیمات و دساتیر دین مبین اسلام هست، انشاءالله در برنامه‌هایی که برای تاجیکستان تهیه کردیم به اذن الله تعالی صحبت بکنیم. از همین لحظه به بعد ما از طریق اسکایپ برنامه که دوستان زیرنویس خواهند کرد و همچنین از طریق تلفن، شماره تلفنی که احمد آقای گل کارگردان عزیز برنامه انشاءالله اعلان میکنن، از اون طریق شما میتونید که تماس بگیرید و در مورد مسائلی که مطرح شد اظهار نظر بکنید. و من دوست دارم از خواهران دعوتگری که آگاه هستند به امور دین مبین اسلام
اگر از اون عزیزان بتونن کسانی تماس بگیرن و در مورد اهمیت حجاب برای یک زن مسلمان صحبت بکنن تا بقیه بینندگان عزیز و گرامی هم مستفید بشن. تا برقراری تماس‌های شما عزیزان، من یک مطلبی هست در اینجا، فیلم زیبایی است که درست کردن، فرق بین یک با حجاب و بی حجاب. دقت بکنید، خیلی جالب است. تشکر میکنم احمد جان. ببینید در اینجا یک شیرینی هست که وقتی که این شیرینی اطرافش پوشیده است با کاغذ، هیچ وقت مورچه ها و به اصطلاح حشرات به اون نزدیک نمیشن و اون شیرینی که این پوشش رو نداشته باشه، دیدید که چگونه حشرات و مورچه ها بهش جمع میشن. این به اصطلاح مثالی هست برای یک دختر با حجاب، یک زن با حجاب و یک زن بی حجاب. اون زنی که حجاب داره، اون زنی که عفت و پاکدامنی داره و خودشو میپوشانه، مانند یک گوهری هست که در داخل صدف وجود داره. اما زنی که حجاب رو مراعات نمیکنه، مانند به اصطلاح گلی هست که در مسیر رفت آمد مردم قرار داره و هر کی دست دراز میکنه و اون رو میبویه و در کمترین فرصت پژمرده میشه، زیر دست و پا میشه و برای کسی ارزشی نداره. احمد جان، مثل همیشه تلفن ها با شما و تماس های اسکایپ با من. بله بیننده گرامی، سلام علیکم، بفرمایید. از طریق تلفن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید، خوش آمدید. عبدالرحمن از تاجیکستان. عبدالرحمن جان عزیز، بفرمایید برادر عزیز. ما می‌خواستیم که با برنامه ایصال حق صحبت کنیم با انصاری. درسته، دارید با من صحبت میکنید. بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. سلام علیکم و رحمت الله. استاد عزیز خوب هستید شما؟ سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. بفرمایید. استاد عزیز، ما از شما بسیار خوشحال هستیم که بسیار برنامه‌های خوب برای ما پیشنهاد میکنید. بسیار ما هم آگاه شدیم الحمدلله. ولی متاسفانه امروزها میبینیم که دشمنان حجاب بسیار شدگی در تاجیکستان. مقصد اساسی اول همیه که وقتی که همون شهیدان، همون خلادامایی که مثال با ریش و عمامه در بین مردم را به گمراهی دعوت کردن، مقصد بردن و زنهای بیسواد مقصد که نزدیکی کردن یکسان همیشه که مقصد که اسلام در همه جای پس رفت. اما از جهت دیگر بگیریم، مقصد یکی مردم ما خیال میکنه که همه حجاب همه سر رو بار کردن. اما ما وقتی که امروز ها میبینیم بسیارش مثال همون وقتی که لباسی حجاب گفته میپوشن، بله. چگونه که شما قید کردید ظاهر است، همون زینت های زن ظاهر است. خیال میکنن که همین سر را پوشیدن است. درست. ولی امروز بسیار شخصانی هستن که طریق تلویزیون برای اسلام که حجاب بسیار از ما نیست. اما امام ابو حنیفه که یکی از امام مذهب ما است، بله. در مذهب او همین حجاب سیاه خودش چی است؟ چی میگن؟ حجاب اسلامی یعنی مستحب است در مذهب امام ابو حنیفه.
درست. اما سرداران ما میگن که این بزرگان ما این رو رد کردن که این حجاب سیاه حجابی یعنی که پاکدامنی زن چی نمیکنه. از این پاکدامنی زن درست. خیر، انشالله تماس ایشون قطع شد. از طریق اسکایپ میگیریم یکی از بینندگان عزیز رو. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری شما هستین؟ بفرمایید. الله جزای خیر کنه. آقای انصاری درباره همین ستر و حجاب اینقدر انشاءالله که کوشش میکنین الله جزای خیر کنه. در همین باره جهاد کمترک صحبت میکردین انشاءالله که خوب میشین. مقصد ما جوانان الحال چی گویم درست. الحال که ما در حال وای هستیم، حسیه دادگی هستیم، نمیدانیم که چی عمل را اجرا کنیم در این باره. چشم. من یکی از موضوعاتی که در موردش صحبت خواهیم کرد در برنامه تاجیکستان موضوع جهاد از احکام جهاد، ضوابط جهاد. انشالله در این مورد هم صحبت میکنیم. من اینجا یادداشت کردم. الله جزای خیر کنه. و الا که شما خیلی حرکت کوشش داد برای و انصاری برادر خوب میشد که کم ترک روشنی می انداختین. و الا اگر درهای تمام مسجد را ببندن به طریق نظریه‌ای ما هیچ کاری کردن نمیتوانیم. انشاءالله یک راهی را انتخاب میکردین و به تمام مردم، به تمام جوانان تاجیکستان و به تمام کل جوانان برادران اسلامی پیشنهاد میکردن که انشاءالله یگان حتما انشاءالله چاره میدیدیم. انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام الله حفظتون و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. بله سلام علیکم. عبدالحکیم برادر عزیز بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستید؟ اینجاستید؟ سلامت باشید. شما خوبید؟ سلامتی شما خوب است؟ الحمدلله به سال حق است. به سال حق است. صدا شما داره پخش میشه. بفرمایید. بله ما روزیا زنگ زده شدیم. الحمدلله بسیار خرسند هستیم و شما را جزاکم الله خیرا میگیم به این برنامه هاتون و این کوششایی که به خاطر اسلام، به خاطر دین الله بسیار ما متشکر هستیم و سبب اینترنت ها یعنی ما شما را تماشا میکنیم و نظارت میکنیم. بسیار ماشاءالله ما از شما خرسند هستیم و میگیم که انشاءالله از یگان نترسید انشاءالله و خداوند یعنی بر شما انشاءالله ایمان مکمل نصیب کند و ایمان شما را قوت کند تا که و بهترین دعوت ها و آشکارترین چیزها را برای خلق تاجیک و برای خلق مسلمان جهان یعنی شما نشان بدهید. بسیار الحمدلله در این حالتی که همه جهان میخواهد که اسلام را یعنی که نابود کند و نه که شما انشاءالله به این سبب شما آشکار میکنید و حقیقت رو میگویید. این بهترین جهاد در این زمانه ما الحمدلله. و جزاکم الله خیرا میگیم الحمدلله که شما هستید و در این زمانه الحمدلله ما منادار از شما هستیم. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. جزاکم الله خیرا. حیاک الله. تشکر از شما. بله سلام علیکم. و علیکم. آقای انصاری اما شما شده بود دوباره واسه گردید. بفرمایید صحبتاتون رو تموم کنید. بفرمایید. عبدالرحمن برادر عزیز. آقای انصاری وقتی که ما در شبکه خودمون تماشا کردیم در شبکه تاجیکستان که پروری ما میگفت که این لباسی سیاه یعنی که متهم میارد شما این لباس سیاه را نپوشید. وقتی گفت که این از فرهنگ ما نیست، از بزرگان ما نیست. اما وقتی که سال 2009 آنها سال امام ابو حنیفه را قید کردن در آنجا گفتن که امام ابو حنیفه یعنی که از بزرگان ایمان است. اما امام ابو حنیفه در آنجا میگه که یعنی که لباس سیاه پوشیدن این مستحب است. یعنی از اینجا که
یک چیزی خوب رو میگیرن و بود در جای دیگر میگن که این از ما نیست. برای همین مقصد که چرا که امروز در تاجیکستان زینو برای ما چی نمیورد، مقصد که قشاقی یا که متهم یا که چی نمیورد، لباس سیاه، این از همان هوا و هوس خودشان هستن که همین خیلی سخنها را میگن که مقصد شاید برای مردم تاجیک این لباس سیاه غم میورد، یعنی غصه میورد. همین سخنها را میگن. برای همیش میخواستم که در همین مسئله شوترک روشنی انداخته که مقصد لباس سیاه، یعنی که حتی که مفتی تاجیکستان هم در همین پشتیبانی کرده میگه که اگر زنها لباس سیاه پوشند در این حالت توجه مردم به آنها می شود. برای همین قدر الله شما را برکت دهد. من دوام میکنم که خداوند شما را با مهاجرین انصار در روز قیامت محسوب گرداند. و در حق ما هم دعا کنیم و در جان خداوند ما را پیروز بگرداند و مقصد که ما امروز به خدا قسم برای همه چیز جایز است، اجازت هست، اما مسجدهای ما اکثریتش بسته شده است. در حق ما دعا کنید. خداوند شما را نگه دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. از ام سلمه رضی الله تعالی عنها همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که زنان انصار در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی از خانه خارج می شدند سر تا پای خود را با عبای سیاه می پوشاندند. حالا آقای سید مکرم و آقای سلیمان دولتوف و رئیس جمهور تاجیکستان و همه مردم دنیا بگن که این لباس حجاب نیست، این لباس غم و اندوس، نمیدونم فلان است علان است. لباس غم و اندوه امروز بر تن همه اون کسانی است که فرزندانشون در روسیه مهاجر هستند. لباس غم و اندوه بر تن همه اون کسانی است که جگرگوشه هاشون در زندان ها هستند. لباس غم و اندوه بر تن همه اون کسانی است که فرزندانشون امروز در سوریه و عراق و در کشورهای دیگه مهاجرند، از دست ظلم و ستم فرار کردند. اینها به فکر غم و اندوه مردم هستند که حجاب غم و اندوه میاره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که امر کردن زنان مسلمان رو به همون آیه‌ای که خدمتون خوندم، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، وقتی که این آیه نازل شد رسول الله صلی الله علیه و سلم به همسرانشون، دخترانشون و به زنان مؤمنین ابلاغ کردن. میگن زنهای مسلمان در مدینه وقتی چیزی پیدا نکردن این پرده رو کندن انداختن رو سرشون. امتثال امر رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای کاش جناب سید مکرم و جناب سلیمان دولتوف می اومدن در تلویزیون رسمی تاجیکستان این رو هم بیان می کردن که کسی اگر مقابل حرف رسول الله، مقابل امر رسول الله صلی الله علیه و سلم حرفی بزنه حکمش چیست؟ کسی که الله سبحانه و تعالی بگه که این کار رو بکنید، بگه که نه این کار رو نکنید، فلان کار رو انجام بدهید، حکمش چیست؟ کسانی که در مقابل دستورات الله و رسولش امر صادر کنن، دستور صادر بکنن، چیست حکمشون؟ ای کاش ایشون بیان و به عنوان یک عالم دین آیه 36 سوره احزاب رو که الله سبحانه و تعالی میگه که ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. برای هیچ مرد و زن مؤمنی جایز نیست، تازه این برای مؤمن هست، برای کسی که مؤمن است، که وقتی الله و رسولش امری رو صادر کرد اینا از پیش خودشون بگن نه ما فلان کار رو انجام میدیم. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا.
کسی که نافرمانی الله و رسولش رو میکنه، این شخص گمراه شده، گمراهی آشکار. آقای سید مکرم اگر یک کمی از خودش خجالت بکشه، من یقین دارم که از الله و رسول خجالت نمیکشه. از الله و رسول اگر خجالت میکشید ایشون نمیومد این حرفو بزنه در تلویزیون که حجاب سیاه غم و اندوه میاره. اگر از الله و رسول خجالت میکشید، اگر از صحابه خجالت میکشید، اگر از مهاجرین و انصار خجالت میکشید، این حرفو نمیزد، مخالفت نمیکرد. اما حداقل از خودش خجالت بکشه، چون این وقت گذشته. امروز من واقعا تعجب میکنم، یعنی جوانهای تاجیک در سن و سال خیلی کم ماشاءالله تبارک الله از خیلی از امور دین با خبر هستن. این دوران گذشت که شما یک ملایی رو بیارید یک اونجا بالا به نام مفتی در تلویزیون بیارید، هر خزعبلاتی رو که بخواید به خورد مردم بدید و مردم بگن چشم، چون جناب دامالا صاحب فرمودن به سر و چشم. نه، اون دوران گذشت. اون دوران رو به قول افغانها گاو خورد رفت. الان دوران بیداری است. من تو پالتاک صحبت می کردم، جوان مسلمان در اروپا، در آمریکا، شاید یک سوره قرآن رو اگر بگی کامل بخون نتونه بخونه. تا میگفتم رسول الله صلی الله علیه وسلم این حرف رو گفتن، میگفت آدرس بدید در کدوم کتاب، در کدوم صفحه، شماره حدیث. اون زمان گذشت که یک عبا و قبای جعلی می ساختن مثل شؤون دین که درست کرده بودن در زمان کمونیست‌ها در افغانستان. یک عالم درباری رو بیارن و هر چی که خواستن به خورد مردم بدن، مردم قبول بکنن. امروز اگر که این ملاهایی که مردم رو فریب دادن با این فتاوایشون، با عمل کردشون، با شکل و قیافشون مردم رو فریب دادن، اگر امروز بیان در تلویزیون بگن که شیر سفید است، مردم باورشون نمیشه. میگن حتما کاسه زیر نیم کاسه داره این آقا که این حرف داره میزنه. احسان برادر عزیز بفرمایید در طریق اسکایپ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. احسان جان برادر عزیز بفرمایید. وصال حق و صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. من از شهر روسیه هستم، از روسیه زنگ زدم. از روسیه بفرمایید برادر عزیز. برادر تو یک دو سوال داشتیم برای شما. اگر در رابطه با موضوع برنامه است بفرمایید. رابطه با موضوع برنامه است، برنامه دردها و آرزوها از تاجیکستان. بفرمایید. خودی من ریش دارم. بله. همچون ریش اسلامی دارم، الحمدلله مسلمانم. سفر به تاجیکستان دارم، نیت سفر وطن دارم. درست. اما هر روز از طریق تلفن و برادرم و مادرم به من میگن که ریشت رو پست کن یا ریش رو بگیر بعد بیا. درست. باشه در این مورد صحبت میکنیم. من چند از علما رو پرسیدم، میگن گرفته بعد بره، دیگر ها میگن که دفاع کرده بره و جده گرفتن با ریش بمو. درست. نمیدونم چیکار کنیم. باشه در این مورد صحبت میکنیم. سوال ما همین بود که همین حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم از رسول اکرم است که یک زن را یهودی ها و کنوها به حجاب کردن برای او صحابه دفاع کرد و یهود را کشت. ما اگر رفته وطن ده بینیم که یک خواهر را به حجاب میکنن، ما هم دفاع کنیم، جنگ کنیم، در این مسئله میپیش ما را. باشه چشم در این مورد هم صحبت میکنم. اگر امکانیت باشه در روشنی اندازید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. در مورد ریش برادر عزیز و بزرگوار، اگر ریش شما سبب میشه که شما رو در اونجا ببرن زندان، اذیتتون بکنن و به شما ضرر جسمی بزنن و مشکلات براتون ایجاد بکنن، پولتون رو بگیرن، رشوه ازتون طلب بکنن، این نیاز هست، این ضرورت هست، این شما معذور هستید به خاطر این کار. میتونید کوتاه بکنید اگر در کوتاه کردن برای شما مشکل نیست، میتونید بتراشید حتی اگر مجبور شدید.
این حالت مجبوری است. اما اینکه برگشتید به تاجیکستان، در منطقه خودتون، در اونجا کسی شما را اذیت نمی‌کرد، ریش بگذارید و به خاطر این مجبوریتی که شما انجام دادید الله سبحانه و تعالی شما را انشاءالله محاسبه نمی‌کنه. ما در زمان صدر اسلام یاسر، عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما، وقتی کفار اذیتش کردن مجبور شد که حتی سخنان ناشایست بگه، مجبورش کردن زیر شکنجه. و وقتی که خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید، ایشون گفتن که قلبش مطمئن به ایمان است و مجبور بوده این حرف رو زده. در مورد دفاع از حجاب، ببینید اگر در یک نظام اسلامی شما منکری رو میبینید، باید به مقامات ذی صلاح اطلاع بدید و اونها باید، دولت برای رفع این منکر باید اقدام بکنن. اما انسان گاهی اوقات در موقفی قرار میگیره که شما در بازار هستید، در جایی هستید، یکی اومده چادر یک زن مسلمان رو میخواد به زور از سرش برداره. در اون هنگام دفاع از این خواهر مسلمان، ولو اینکه به قیمت جان انسان هم تمام بشه، واجب است. واجب است که ما از حجاب خواهر مسلمانمون دفاع بکنیم، همونطوری که صحابه کردن در قضیه بنی قینقاع و بنی قریظه و قبایلی که در اطراف مدینه وجود داشت. و تاریخ اسلام مملو هست از این اقداماتی که به خاطر عفت زن مسلمان‌ها چگونه برخورد کردن. این دعوت به این نیست که ما آشوب و جنگ و دعوا را بندازیم. شاید که یک نفر، دو نفر، سه نفر زخمی بشن، کشته بشن حتی. و اسلام آسان به دست ما نرسیده. در راه رسیدن اسلام به ما حتی خون رسول الله صلی الله علیه و سلم ریخته شده. آیا خون ما پررنگتر از خون رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ دندان مبارکشون به خاطر چی شهید شد؟ به خاطری که امروز اسلام به من و تو تاجیک برسه، اسلام به ایران برسه، به اروم برسه، این دین به مردم ابلاغ بشه. مگر مشرکین چی میخواستن؟ میگفتن ای محمد هر چی که میخوای بد میدیم، فقط این تبلیغ دین تو رو نکن. و اگر ماهتاب را در این دستم بدید و آفتاب را در این دستم بدید، برای یک ثانیه هم از دعوت و تبلیغ توحید فروگذار نخواهم کرد. پس گاهی اوقات نیاز است که انسان به خاطر اعلای کلمت الله خون خودم بده. هدف از جهاد همین است، اعلای کلمت الله است. هدف از جهاد کشتن و بستن و بردن و نمیدونم کنیز گرفتن و اشغال و فتوحات نیست. هدف از اسلام اعلای کلمت الله است. در بعضی از کشورها میشه که انسان از قوانینی که در همون کشورها وجود دارم به خاطر مقاصد شرعی استفاده بکنه. مثلا در بعضی از کشورها گفتن که حجاب ممنوع است. مسلمان ها جمع شدن در دادگاه شکایت کردن، گفتن مگر شما نمیدید که آزادی شخصی، حجاب هم یک آزادی شخصی است. و مجبور کردن که دولت قانون منع حجاب را تغییر بده. در ترکیه همین کار شد. و اگر راه‌های مسالمت آمیز وجود داره، انسان از راه‌های مسالمت آمیز استفاده میکنه. اما وقتی میبینی که در جایی هستی که دو نفر مأمور ریختن میخوان حجاب یک خواهر مسلمان تو به زور از سرش بردارن و این خواهر تو داد میزنه، فریاد میزنه که نکنید، حجاب من از سرم بر ندارید، در اونجا من، شما، هر کسی که در اونجا هست و به داد این خواهر نمیرسه، بی غیرته، بویی از اسلام نبرده. اون موقع دیگه نظام و قانون و پارلمان و پلیس و نمیدونم فلان و علان دیگه اونجا برای من مسلمان معنی نداره. اونجا حرف اول رو برای من عفت خواهر مسلمانم میزنه. در اونجا اگر من کشته بشم، بنا به فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،
کسی که به خاطر ناموس کشته میشه شهید است. و چه بالاتر از این که انسان به خاطر ناموس خواهر مسلمانش در راه الله سبحانه و تعالی خونش ریخته بشه. و این فکر نکنید که ما این اقدام رو کردیم خب ما کشته شدیم، یکی 2 تا 3 تا 4 تا اینطور اتفاق بیفته جلوشو میگیرن. امروز که روزانه قوانین ظالمانه رو به سر ما مسلمان ها میقبولانن، از سستی خودمونه، از ذلت و خواری خودمونه. اگر اون روز اول که اولین قانون رو گذاشته بودن سرخم نکرده بودیم، قبول نکرده بودیم، امروز به این حد نمی رسیدیم. سبب بدبختی خودمون هستیم. راضی شدیم به این بدبختی. هر کاری کردن گفتیم چشم، سایه خدا در زمین است. پادشاه سایه خدا در زمین است. هر چی که گفت بگید چشم. مردم، من بارها گفتم، در مقابل خلفا و امرای صدر اسلام که دیگه چی بهتون بگم، کل این ملوک و رئیس جمهورها و سردمداران جهان رو جمع بکنید به ناخون فاروق اعظم نمیرسه. در مقابل اونا مردم بلند میشدن ازشون انتقاد میکردن. یک زن بلند میشه در قضیه مهریه، حضرت عمر میاد مهریه تعیین میکنه که اینقدر بیشتر بگیرید اینقدر کمتر نگیرید. زنی بلند میشه میگه ای عمر تو چه حق داری که برای ما این حرف رو میزنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چیز گفته، تو چیز دیگه میگی؟ اگه فاروق اعظم چیکار کرد؟ گفت نگهبانا جمع شید، وزارت داخله، وزارت امور کارهای داخلی، بیاد اینو بکشید بندازید زندان که علیه ولی امر صحبت کرده. مثل یه عده گمراهی که امروز هر غلطی که بکنه در هر کشوری، هر طاغوتی، میگن طاعت ولی امر است، واجب است. این کارو نکرد. عمر بالای منبر گفت که عمر اشتباه کرد، یک زن حرفش درست است. اگر مثل رعیت عمر شدیم، الله سبحانه و تعالی مثل عمر رو به ما حاکم و رئیس و پادشاه میگردانه. اگر خوار و ذلیل شدیم، خداوند بیشتر خوار و ذلیلمون میکنه با آوردن کسانی که ما رو خوار و ذلیل بکنن. و کسی که به ظالمی کمک بکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که به ظالمی کمک بکنه، خداوند همون ظالم رو بر اون مسلط میکنه. نمونهشو در همین تاجیکستان دیدیم. کسانی که دیروز همین ظالمین رو به قدرت رساندن، با اینها صلح کردن، باشون همکاری کردن، خداوند امروز همین ظالمین رو بر اونها مسلط کرده که دمار از روزگارشون در آوردن. اون روز خدا رو در نظر نگرفتن، ملت رو در نظر نگرفتن، دین رو در نظر نگرفتن، کرسی و پول و منصب رو در نظر گرفتن. امروز دیدید که خداوند چگونه خوار و ذلیلشون کرده. خوار و ذلیل به معنای کلمه هستن. در به در کشورهای جایی برای من در قسمت‌های اول و دوم گفتم بترسید از اون روزی که یک وجب در کشورتون هم پیدا نکنید که در اونجا وایستید و کسانی که به ملتشون خیانت میکنن بدون این سنت دنیاست. اون روز آمدنی است. کسی که به ملتش خیانت بکنه جای پایی در بین ملت نخواهد داشت. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما آقای انصاری هستید؟ انصاری هستم، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. نه، من جمعه خان، من از مسکو زنگ میزنم. جمعه خان برادر عزیز بفرمایید. برادر، در همه مسئله حجاب اگر ما با تاریخ تاجیکستان نگاه کنیم، با آثارخانه، با تاریخ خانه میگیم، اگر برامون جبریم همین لباسایی که شما در نمایش دارین حقیقتا در تاریخ تاجیکستان همین لباسها رو نشان داده و میگویند که این لباسهای گذشته های ما هستند. درست. ولی امروز باشد لباسهایی را پیشکش میکنند که بعدا شما نشان دادید. بله. به آستین و که تمام اعضای زن در نمایش است. این در حقیقتا راست و درست است. درست. نشان میدهند مقصد که این فقط میخواهند که تن و لباس و تمام اعضای زنهای ما، خواهران ما رو در نمایش بگذارند و غیر از این کار دیگر ندارند. در این برادری که از مسکو زنگ زد، وقتی به خانه
در مسئله ریش سال گذشته من سفر کردم، کم ریش داشتم، خیلی کم بود. لیکن در فرودگاه وقتی فرمادم مرا از بین مردم، از بین یک 20-30 آدم، 20-30 نفر مرا به خاطر ریشم کشیده برآوردم به بیرون و سونکه هایم رو کشیده، سونکه هایم رو تو گرفته گفتن و پرسیدم که شما چی میکنین؟ گفتن که یگان کتاب نآورده باشی، یگان مسئله ای که با ما بعد گپ میشود. گفتم از خدا بترسید، نخود انسان رو برای ریش، من ریش رو همچون سنت، همچون نشانه مسلمانی، همچون از محبت ماندم. نه اونقدر بلند بود، لیکن برای همین ریش ما رو از خیلی آدم ها نگاه کردن. نمیدونم چه مسلمانی، چه رفتار و چیز باشه. درست. تشکر از شما برادر. انشالله سفر دارم به نزدیکی، باز ریشم در استرک است. نمیدونم نکی پس نمیکنم، انشالله به امر خدا میروم، به اذن هر چی شود. درست. تا که ما ریش میگیریم، تا که ما حجاب میگیریم، گپین الله سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم جانم فدایشان بالاتر است. درست. ما حفاظت میکنیم. الحمدلله با نشان دادن شما، با از طریق وصال حق مردم خیلی آگاه شدن. سالهای گذشته نیست مردم خواب باشن، الحمدلله خیلی بیدار شدن. ما از دینمون بودیم، دفاع میکنیم. درست. انشاءالله. تشکر. دعای خیر کنید. الله مطالعتون کنه. جزای خیر بدید. جمعه خان برادر عزیز، با شما سخن میزنم. سلامت باشید جمعه خان برادر عزیز، الله مطال شما را حفظ کنه. خیلی خوشحالم. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. احمد جان اگر اجازه بدید یک تماس دیگه هم بگیریم با بعد از اون خداحافظی کنیم. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با استادانی که واقعا منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در خدمت با قدر خود را میگذارم. سلامت باشید. با سلام دیگر به تمام مردم تاجیکستان، علاوه خصوص با مسلمانان تاجیکستان و کسانی که غمخوار تاجیکستان هستند. امروز ما نوارهای و صحبت‌های در مسائل حجاب و قانون‌های اسلامی خلاصه فهمیدیم و تماشا کردیم از این منبر وصال حق. چیز دیگر همیشه ما خواستیم که علاوه بکنیم در مسائل دشمنایی این رژیم با اسلام و یا قانون‌های به ضد اسلام برآوردن. البته اینجا هست بعضی منافع اینها که از دشمنی با اسلام یا منفعت خودشان میگیرن و دیگر وجه این دشمنیشون به خاطر این است که طول رژیم یک اولاد برای مردم تاجیک حکومت دارند و از بودجه دولت تاجیکستان تقریبا 20 میلیارد دلار اینها دزدی کردگی هستند، یعنی با اولادش این رژیم. درست. و این سالهایی هست که آخر حکومتداری رحمان و فصل، یعنی مردم بسیار نارضا شدند در این طول رژیم. ما میتونیم بگیم که آخر حکومتداری رحمان و فصل و رحمانوف باید کاری بکنه که مردم تاجیکستان هم به یک مصیبت ها بیاره برسانه تا که یعنی با جنگ تاجیکستان میدان جنگی، تا که از این سوال هایی که این
مبلغ ها را کجا کردی گفته رهایی بیابه. و این صورت که وقتی که در تاجیکستان اینها جنگ، پس وقتی که این سوال ها بشن یکی همین مبلغ ها در بانک ها بودن یا مثلا دزدیدن مردم در حالت جنگ و یا که ما بازی افراطگراها اسلحه خریدیم، خلاصه اینمی بهانه ها را پیشنهاد میکنن. و دلیل اینها بازی قانون های اسلام یعنی قانون های خودشان پیشنهاد میکنن این است یگان گروه و یا یگان دین در این عصر و زمان مثل مسلمان ها مقصد که ناموس غیرت نمیکنن که از قانون های دین خودشان دفاع بکنن. البته این معلوم است در تمام روی دنیا وقتی که در هر یک دولت اسلامی جنگ می‌دوزند اول سرچشمش از همین میشود که قانون‌های بزیل دین اسلام می‌برند. و این رحمان هم همین حرکت پیش گرفته است که قانون‌ها بزیل دین اسلام ببرد تا که مسلمان‌ها به طاقت به صبر بشوند و قیام بکنند بزیل این رژیم اینها را سرکوب بکنند. از تمام مردم مسلمان تاجیکستان خواهش برادرانه این است که باید این زمان نه دست به سلاح بزنند و نه به خاموشی رو بسپارند. امروز باید که ما تمام مردم تاجیکستان یک چیز بدانیم که چندین دولت‌های هستی با تاجیکستان شرطنامه دارند که مبارزه علیه تروریست. هر کسی که با سلاح در تاجیکستان قیام میکنه او را تروریست گفته همه کسی دست جمعانه سرکوب میکنن. و اگر تمام مردم تاجیکستان به میدان ببرایند این سالها به سالهای 92 نمیمونه، چون که سالهای 92 یک سالهای بی‌صاحبی بود. این زمان یک زمانی هست که تمامی یعنی هست اگر که در تاجیکستان امروز یک کار بشود البته همون ساعت و همون دقیقه در تمام دنیا پخش می شود. باید که تمام مردم تاجیکستان به میدان ها ببرایند بدون یگان قانون شکنی استعفای اینمی رژیمی دزد طلب بکنند. استعفای اینمی رژیمی را طلب بکنند که 23 سال است که تمام شهران اینر ملت میکشه با خون این ملت کرسی خودش رنگین میکنه و مستحکم میکنه. ما نباید که از این فتنه های این رژیم بترسیم و از او شهروندای تاجیکستان از او هموطنای خود زاره میکنیم که شما دیگر این فکر این خیال را که این سخنهایی را که شما میگین و فکر میکنین که رحمانوف گویا که مردم تاجیکستان از جنگ نجات داد، خواهش میکنیم اینها را بس بکنیم. به خاطر که اگر رحمانوف تاجیکستان از غمخواریش از جنگ رها میکرد امروز کوشش نمیکرد که در تاجیکستان جنگ بشه. تشکر. تشکر جمعه خان. ساعت‌های هست مردم تاجیکستان ناریضا است با وجود این قانون‌ها بزید دین خود میبرد. تشکر برادر عزیز. لحظات پایانی برنامه است. کارگردان برنامه بله میگن که وقتمون کاملا به پایان رسیده. تشکر از شما برادر عزیز. سلامت باشید استاد گرامی. سلامت باشید. بارک الله فیک. تشکر از شما. من عذر میخوام از جمعه خان برادر عزیز گرامی و از همه عزیزانی که تا این لحظه در پای گیرنده ها و تلویزیون ها با ما همراه بودن. ان شاء الله از این به بعد در برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها به مسائل مهم داخلی تاجیکستان، قضیه حجاب که امشب صحبت کردیم، همچنین قضیه جهاد و اهمیتش و بقیه مسائلی که مرتبط هست در مورد تاجیکستان ان شاء الله صحبت خواهیم کرد و همچنین در مورد اخبار داخلی تاجیکستان و تجاوزاتی که صورت میگیره بر علیه شاعر دینی بر مساجد و دعوتگران و علما، عزیزان سعی بکنن که اخبارش رو برای ما بفرستن از طریق وسایلی که ما اعلان میکنیم در صفحه تلویزیون و
به زبان تاجیکی خیلی راحت میتونید برامون بفرستید و انشالله در برنامه ها حتما خواهیم خواند و نشون میدیم. در پایان خدمت شما عزیزان عرض بکنم که الله سبحانه و تعالی در آیه 19 سوره نور میفرماید که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. کسانی که کوشش میکنند، دوست دارند تا فحشا در بین مؤمنین اشاعه پیدا بکنه، نشر بشه، اینا هر کی باشن، میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد مفتی باشه، میخواد رئیس شورای اسلامی باشه، میخواد هر کسی که میخواد باشه، کسانی که در پی بی‌حجابی و بدحجابی زنان مسلمان هستند، زنهایی که نشر بی‌حجابی و بی‌حیایی میکنند در بین مسلمان ها، در بین زن ها، همه اینا در زیر این آیه قرار میگیرند که کسانی که دوست دارن نشر فحشا بشه در جوامع اسلامی، الله سبحانه و تعالی میفرماید که لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، برای اینها عذاب دردناک است در دنیا و آخرت. والله یعلم و انتم لا تعلمون، و خداوند میداند و شما نمیدانید. گرفتار عذاب دردناک الهی ام در دنیا خواهند بود ام در آخرت. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی حجاب، عفت، پاکدامنی، حیا، ستر، عفاف نصیب خواهران مسلمان تاجیکی ما بکنه. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به خانواده های تاجیکستان، به مردان تاجیکستان این توفیق رو عنایت بکنه تا بتونن زیر دستان خودشون را، فرزندان خودشون را با نور قرآن و با دستور پیامبر بزرگوار اسلام و آنچه که در قرآن و سنت اومده تربیت بکنن تا مسلمانان موحد و پاکدامن و عفیف و مؤمن باشند و فردا روز قیامت مورد بازخواست قرار نگیرن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدام شما موظف هستید، سرپرست هستید و مسئول هستید در پیشگاه الله سبحانه و تعالی از زیر دستان خودتون. همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.